بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، موضوع این روزا چگونه که بیان کردیم در بیان نزول امر رسول صلی الله علیه و سلام بر جنگ. ابن اسحاق می‌فرماید که از محمد ابن اسحاق مطلبی روایت شده است که فرمودند که و کان رسول صلی الله علیه و سلم قبل بعثة العقبه قبل بیعة العقبه لم یؤذن له فی الحرب. می‌فرماید ابن اسحاق که پیش از بیعت عقبه، بیعتی که ما در دست گذشته با همراهی شما صحبت کردیم، بیعت اول و دومی رسول صلی الله علیه و سلم از انصاری ها 73 نفر بودند گفتیم و 2 نفر آنها زنها بودند که در شب بیعت کردند در مینا، در آن مکان قرار گرفته بودند. در اینجا می‌فرماید که پیش از بیعت عقبه به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه جنگ داده نشده بود. اجازه جنگ یعنی جهاد داده نشده بود و خون کسی برای او صلی الله علیه و سلم حلال هم نشده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها به سوی مردم را به سوی دعوت الله سبحانه و تعالی و صبر در برابر آن آزاری که از جانب مشرکان میشد، الله او را به این امر کرده بود. و همچنین الله سبحانه و تعالی رسول صلی الله علیه و سلم را در بیان بخشیدن جاهلان امر فرموده بود. و قریش در آن زمان آنهایی را که از مهاجران پیروی کرده بودند تحقیر می‌کردند، بر آنها زورآوری می‌کردند و با آنها سخنان می‌گفتند و آنها را مجبور می‌کردند که به دین خودشان بر بگردند، به دین بابایان خود. از این رو مهاجران در وضعیت سخت قرار گرفته بودند. بعضی در دین خود با بسیار دشواری ها و بسیار سختی ها مانده بودند. خیلی آزار و اذیت های سختی از جانب این مشرکان مکه بر صحابگان کرام می آمد و بعضی از آنها از دست قوم هاشون آزار و اذیت رسانده می شد، از دست قوم خود. و بعضی از صحابگان کرام از سرزمین‌های خود فرار کرده بودند، چون که در درس گذشته گفته بعضی از آنها بر حبشه افیوپیا با اجازه امر رسول صلی الله علیه و سلم رفته بودند و بعضی بر مدینه منوره هجرت کرده بودند. یعنی که بر سمت‌های مختلف مهاجران از دیارهای خود برآمده بودند به خاطر این آزار و اذیتی که از جانب آنها میشد. پس پیش از اجازه جنگ وضعیت مسلمانان بسیار فشارناک بود و خطرناک بود و امر پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها به سوی دعوت کردن آنها برای حق و صبر نمودن و بخشش جاهلان بود، نه جنگ کردن. پس این زمینه، این نقطه نشان می‌دهد که برادران و خواهران گرامی که اجازه جنگ یعنی جهاد تنها پس از مقرر شدن وحی الهی، پس از آنه که آنها بر مدینه منوره هجرت کردند که سخن ما در اینجا صحبت می‌رود امروز ان شاء الله، پس از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، پس از ساختن دولت اسلامی خود، در اینجا بود که سیاست شریعت قول الله سبحانه و تعالی نازل شد و پس امری بر جهاد فراهم آمد. و در این زمینه مهاجران به خاطر دین خود، به خاطر حقیقت اسلام اذیت می‌کشیدند، عذاب داده می‌شدند و مجبور شدند که از آن دیارهای خود، خانه‌های خود همه را ترک نمایند و به دیارهای دیگر مهاجرت نمایند. می‌فرماید که فلما عتت قریش علی الله و ردوا علیه ما ارادوهم به من الکرامه
وقتی قریش ضد الله سبحانه و تعالی برآمدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیروانشان را مورد احترام قرار ندادند و آنها را آزار و اذیت دادند، آنها را محروم کردند از آزادی های خود، این مصیبت وزمینی بود، خاصتا پیش از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم. همین بود که مسلمانان از مکه مکرمه قدر توان خود بیرون شدند. در این هنگام الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه جنگ و پیروزی بر آنهایی که ظالمانه رفتار میکردند داد. و اولین آیاتی که در اجازه جنگ نازل شده بود، در برای اجازه جنگ بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود، بر حکم حلال شماریدن خون ظالمان و جنگیده با آنها. و این آیه کریمه به نقل عروه ابن زبیر و دیگری از علما ذکر شده است در سوره حج آیه 39 که الله می‌فرماید که هر کی از شما از جانب شما ظالمی کند، ظالمی بیند، ظلم بیند، جزای او این است که مقابلت بر آن نشان داده شود. یعنی که الله بر آنها گفت که شما بر آنها مقابله نمایید، ضدیت نشان بدهید بر این کسانی که امری ظالمانه کرده بودند. صدا هست؟ صدا خوب است؟ ما از صدا نپرسیدیم که صدا ساز است، صدا ساز نیست. امیدوار هستیم که صدا خوب باشد. بارک الله فیکم. الله خیرتان دهد. قال ابن اسحاق می‌فرماید که فلما اذن الله تعالی له صلی الله علیه و سلم فی الحرب و بایعه هذا الحي من الانصار على الاسلام و النصرة له. ابن اسحاق میگوید که پس از اجازت الله سبحانه و تعالی برای جنگ، همان گروه انصاری که رسول صلی الله علیه و آنها را در بیعت دوم با آنها در مکه مکرمه 73 نفر بودند که بیعت کرد و آنها برگشتند و اسلام را در آنجا منتشر کردند. و علیکم السلام. و این مردم انصاری هایی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردند برای نصرت دین او صلی الله علیه و سلم و کسانی که از انصاری ها پیروی کردند از مردم مدینه منوره. امر رسول صلی الله علیه و سلم اصحابه من المهاجرین من قومه. می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کرد مهاجران را، برادران انصار، که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها امر کرد که به مدینه هجرت کنند، به مدینه هجرت نمایند و این برادران با این برادران انصاری های خود که در مدینه منوره اینها را منتظر بودند به آنها برسند، به آنها برسند گفت. و فرمود که الله بر شما برآمدن را از خانه های خود این هنگام اجازت داد و در آنها در مدینه منوره شما در امنیت کامل خواهد بود. بر صحابگان کرام گفت. و این مهاجران به طور فرمانبرداری از رسول صلی الله علیه و سلم آنها را به سوی مدینه منوره، کسانی که توان آن را داشتند، روانه کرد و در آنجا مهاجران منتظر رسول صلی الله علیه و سلم ماندند، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه بود، در مکه مکرمه قرار داشت. و این هنگام الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم
اجازه رسمی خروج را با وحیش نازل کرد. و علیکم السلام و رحمت الله. می‌فرماید که فکان اول من المهاجرین الى مدینه من اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم من المهاجرین من القریش من بنی مخزوم. اولین نفرانی که از مهاجران مکه مهاجرت کردند به مدینه منوره از مهاجران قریش از قبیله مخزوم بودند. از قبیله مخزوم با مانند ابو سلمه فرزند عبدالاسد اولین مهاجر و پس از ابو سلمه اولین مهاجران عمرو ابن ربیعه و همسرش لیلا بنت ابی و عبدالله ابن جحش که عبدالله ابن جحش همراه با اهل و برادرش عبد ابن جحش یک جا بودند. سپس عمر ابن خطاب و ابی الربیع المخزومی اینها هم سپس خروج کردند از برای هجرت. پس از این گروه های دیگر از مهاجران پی در پی به مدینه منوره رفتند. جماعت مسلمانان مهاجران در آنجا زیاد شد، افزودن گرفت. یعنی که هنگامی که در مدینه منوره امنیت آنها در دست مهاجر در دست انصاری ها بود، که امنیت آنها قوی شد، پره شد، باوری پیدا کردن، سپس یک دیگر هجرت را بر این مکان مبارک و این سرزمین مبارک رفتند. هر یک مهاجر نه تنها برای خود بلکه برای همراه کردن عائله و پیروانش کوشش میکرد تا که آنها نیز با همراهیش در مهاجرت باشند. و سبب هجرت این صحابگان کرام یک آغاز جامعه مسلمانی مستقل بود در این مدینه منوره. پس این صحابگانی که در آنجا هجرت کردند از برای حفظ دین و اسلام و دستگیری انصار و دست گرفتن انصاری ها بر این مهاجران. پس یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی در اسلام این هجرت رسول صلی الله علیه و سلم است. ابن اسحاق می‌فرماید که فاقام رسول صلی الله علیه و سلم بمکه بعد اصحابه من المهاجرین. پس از اینکه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از مهاجران که به مدینه منوره هجرت نمودند، رسول الله در مکه مکرمه باقی ماند. ینتظر ان یؤذن له فی الهجره. منتظر بود که اجازه هجرت به رسول صلی الله علیه و سلم از جانب الله سبحانه و تعالی فرود بیاید. این رو منتظر بود. و در مکه از مهاجران هیچ کس به او صلی الله علیه و سلم نموند غیر از آنهایی که زندانی شده بودند، زیر دست این مشرکین قرار گرفته بودند، زیر فشار آنها قرار بودند، غیر از اینها. و تنها علی ابن ابی طالب و ابوبکر صدیق، ابو قحافه نام اصلیش رضی الله عنهم، با رسول الله صلی الله علیه و سلم مانده بود. و اینجا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیوسته از رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه هجرت رو میخواست. رغبت شدیدی در این داشتن. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوبکر صدیق میگفت شتاب مکن، ابوبکر شتاب مکن، شاید الله سبحانه و تعالی برای تو همسفری قرار دهد. سنی که میگفت ابوبکر صدیق. از این سخن رسول صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق امیدوار میشد که شاید همسفری رسول صلی الله علیه و سلم باشد. چون که بیان کردیم این لحظه هایی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر فرمان مستقیم از جانب الله سبحانه و تعالی بودند. بسیاری از مسلمانان که در مکه مکرمه بودند به خاطر سبب هایی که بیان کردیم، آزار و اذیت مشقت ها،
با فرمان رسول صلی الله علیه و سپس با فرمان الله سبحانه و تعالی بر مدینه منوره رفتند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم صبر میکردند تا امر مستقیم الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرماید. و ابوبکر صدیق رضی الله عنه بخاطر محبت و بخاطر احتیاج به همراهی رسول صلی الله علیه و سلم بارها اجازت میخواست، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم او را با صبر فراهم میخواند، دعوت میکرد صبر و صبر، و تا اینکه در نهایت الله سبحانه و تعالی او یعنی ابوبکر صدیق را همسفر پیامبر صلی الله علیه و سلم انتخاب کرد. قال ابن اسحاق میگوید که ولما رأت قریش ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد صارت له شیبة و اصحاب، وقتی که قریش دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیرون از مکه یعنی در مدینه منوره پیروان و یاران پیدا کرده است در آنجا، و دیدن که صحابگان او یعنی مهاجران از مکه بیرون شدند، فهمیدن که آنها سرپناه و قوت یافتند، در آنجا سرپناهی پیدا کردند و قوتی در آنجا یافتند، یعنی که دیگر تنها نیستند. از این رو قریشیان ترسیدند، خوف در دل آنها پیدا شد که شاید رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز از مکه بیرون رود و با یاران خود بپیوندد و مقابل اینها جنگ را اعلام کند. و آنها باور کردند که اینها به جنگ این قریشی ها آماده می شوند، آمادگی می بینند، چون البته خود حس کرده بودند که اینقدر آزار و اذیت که ما آنها را در آنجا دادیم در مکه مکرمه، البته که آنها انتقام میگیرند. و همه آنها در دار الندوه، آن مکانی که بود و گفته بودیم در درس گذشته، همه آنها جمع شدند و این خانه از آن قصی ابن کلاب بود که در آنجا قریشیان هر کار مهم را رفته بررسی میکردند، هر کار مهم رو در آنجا رفته بررسی میکردن. و هنگامی که در اینجا در این دار الندوه جمع شدن و شروع کردن بر مصلحت کردن که با رسول الله صلی الله علیه و سلم چی باید کرد، با او چیکار کنیم. از قوت گرفتن او صلی الله علیه و سلم ترسیدن، هراسان شدن و گفتم دار الندوه این چی است؟ این انا همون مجلسگاه قریش بود که بزرگان قریش جمع شدن در آنجا مصلحت های خود را میکردند. و آنها دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه پشتیبانی یافته است، مهاجران پیوسته از مکه هجرت کرده ایستادند و اسلام را دیگر نمیتوانند باز بدارند، محکم نمایند. از این رو در اینجا در این دار آنها یک قراری کردند، قرار را با همدیگر پیوستند که برای کشتن یا زندانی کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم مصلحت کنند، برای کشتن او یا زندانی کردن او صلی الله علیه و سلم مصلحت کنند. ولی این در این جلسه که آنها از برای مصلحت آمدند یک از بدترین نقشه های تاریخ بود، یک از بدترین نقشه های تاریخ بود که با وحی الله سبحانه و تعالی این نقشه های آنها پراکنده شد، نابود گردید. با وحی الهی این نقشه ها پراکنده شد، نابود گردید. قال ابن اسحاق میفرماید عن عبدالله ابن عباس قال، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت لما اجمعوا لذلك، هنگامی که آنها قریشان قرار دادند، قرار گرفتند، به قرار رسیدند که برای مصلحت درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شوند و در این دار الندوه نشستند و مشورت کردند که در روز معین آنها الکی جمع شدند که آن روز را روز زحمه
روز ازدحام، جمع شدن مردم یعنی نامیدند. روز زحمه روز ازدحام میگویند، جمع شدن مردم. زیرا تمام بزرگان قریش در آنجا جمع شده بودند و در همین حال بود که ابلیس لعنت الله علیه به نزد آنها آمد. به نزد آنها آمد، به نزد این قریشی، به نزد این ندوه، به نزد این مجلسی که کلان قریشیان در آنجا جمع شده بودند. این ابلیس نزد آنها آمد به صورت یک پیرمرد بزرگسال، یک صورتی به صورت یک پیرمرد بزرگسال و یک محترمه، یک پوشش، یک برده بگیم که زیبای در بر داشت. او در نزد این داری ندوه قرار گرفت. وقتی قریش او را دیدن گفتند این پیرمرد کیست؟ او گفت من پیرمرد از مردم نجد هستم، از مردم نجد هستم. شنیدم که شما برای مصلحت درباره این کار جمع میشوید و آمدم که سخنهای شما را بشنوم و شاید توانم مشورت سودمندی برای شما بدهم. شیطان سنی این مجلس، این قریشیان این سخن را گفت و آنها گفتند بسیار خوب، بیا مرحمت کن. و در آمد. پس در اینجا ابلیس به آنها داخل شد، به نزد آنها داخل شد که در آنجا بزرگان قریش، تمام بزرگان قریش جمع شده بودند. این روز زحمه گفتند. با همراهی دیگر قبیله ها در جمع شده بودند تا بر ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها چاره‌بینی ها کنند، بر ضد او صلی الله علیه و سلم چاره‌بینی ها کنند. و گفتیم که در ندوه این شورای مشورت قریش بود که در این روز، در این زحمت، تمام بزرگان قریش حق اشتراک داشته بودند. و این ابلیس خود را به یک صورت پیرمردی که از دیار نجد گفته آمد و در اینجا اشتراک کرد و این وسوسه های شیطانی خود را در بین این قریش پهن کرد. اینکه لحظه بسیار خطرناک، لحظه ابتدای نقشه قتل رسول صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی نقشه های اینها را به سر خودشان زد با وحی الهی. رسول الله را از این نقشه ظالمانه نجات بخشید. فقال بعضهم لبعض، بعضیشون به بعض دیگر گفتند این هذا رجل قد كان من امره ما قد رأيتم. بعضی از آنها به دیگر گفتند این مرد یعنی محمد صلی الله علیه و سلم کار بزرگی را به وجود آورده است که همه شما آن را دیده ایستادید و دیده اید. و قسم خوردم و گفتم قسم به الله، به خدا قسم، ما دیگر به او ذره امنیت نمیتیم و ممکن است که با یاران خود و دیگر قبیله ها بر ضد ما اینها بخیزند. در همون مجلس خود گفته ایستادند. بنابراین گفتن بیایید درباره او یک قرار جدی بینیم. در اینجا آنها مشورت کردند و سپس یکی بر آنها گفت. چی گفت؟ گفت او را در زنجیرهای آهنین ببندیم، او را با زنجیرهای آهنین ببندیم، یکی محمد صلی الله علیه و سلم را، و در را بر رویش محکم کنیم، در را بر رویش ببندیم و سپس منتظر شویم تا با او همان چیزی شود که با شاعران پیشین شده بود، مثل زهیر، مثل نبیغه، یعنی که آنها را ببندیم، محمد را با این زنجیر درش رو بپوشیم، در آنجا بمیرد، به قتل برسد، نابود شود. و گفتن که بگذارد با همین حال وای از بین برود. این سخن از جانب بعضی از قریشیان بود. میخواستند پیامبر صلی الله علیه و سلم زندانی کنند. آنها این پیشنهاد بر همگان دادند که با زنجیرها بسته شود، در یکی از خانه ها محبسی شود که تدریجاً با تدریج از گرسنگی در آنجا، از بیماری در آنجا از دنیا بگذرد.
نقشه ظالمانه. تمام ظالمان نسبت اهل اسلام همین نقشه ها رو همیشه دارن، همین کار را استفاده میبرن. این حیله های شیطانی قدیم است و شاید تا قیامت هم باقی بماند برای اهل توحید. و آنها در اینجا چونه گفتیم مثال آوردن زهر ابن ابی سلمان و این نابغه را دو کس مثال آوردن که مشهورترین شاعران جاهلیت بودند که در گذشته وقت از دنیا گذشتند. یعنی می‌خواستند که محمد صلی الله علیه و با هم مثل اینها چیز از بین برود. یعنی این اولین پیشنهاد قریش در این دور ندوه، زندانی شدن پیامبر و محبوس شدن پیامبر و گرسنه و تشنه گذاشتن او صلی الله علیه و سلم. اما این نقشه قبول نشد. این نقشه قبول نشد. در قسم بعدی گفته می شود که یکی از آنها پیشنهاد کرد که او را دور کنند، او را سور کنند، و دیگری گفت که او را بکشند. دیگری گفت او را بکشند. انا در اینجا انا همین پیرمرد نجدی، همین ابلیس لعنه الله، که به صورت یک مرد پیر با لباسهای آماده بود گفت نه به خدا، این اندیشه درست نیست، این فکرهای درست نیست، فکرهای شما نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم. گفتن که اما اگر او را چنان که میگوید در زنجیرها میبندید و در رو برای او محکم میکنید و او را میگذارد این هنگام این گونه، و میتواند به نزد یارانش برود. یا که شما گفتن که شما او را سر بدهید، به نزد یارانش رفتنش ممکن است. و آنها اگر شما محمد را این کار بکنید، این کار انجام بدهید، آنها زود، یعنی که اگر او را محکم بکنید، بر اون خانه زنجیر بند کنید، به این حالت اگر محمد را به هلاکت برسانید، گفتن که انا همه یاران پیامبر صلی الله علیه و که در مدینه منوره جمع شدن، اصحاب پیامبر زیاد شدن، قوت آنها الکی که زیاد شده است، گفتن آنها زود بر شما حمله خواهند کرد و او صلی الله علیه و سلم از دست شما خواهند گرفت، رها خواهند کرد، آزادش خواهند کرد. و سپس از شماره آنها زیاد می شود و قیم می شود و حمله می کنند بر شما. و گفتن که در نهایت این بر غالب شدن، بر مغلوب شدن شما قرار می گیرد. و در اینجا این ابلیس بر آنها چی گفت؟ این فکر شما فکر سودمند نیست، فکر خوبی نیست، از این فکر نباید این فکر رو انجام داد. گفتن دیگر فکر نمایید، عقلهای خود را در کار درآورید. و آنها این هنگام بود که این قریش‌ها مشورت کردند. یکی از آنها گفت پس بیایید او را از میان خود بیرون کنیم، از میان خود بیرون کنیم، دورش بسازیم، او را با از سرزمین خود تبعید بدرقه کنیم، را گفتن سرش کنیم. یعنی و گفتن که وقتی که ما او را سر کنیم، قسم به الله دیگه برای ما دیگه مهم نیست کجا می رود، چی کار میکند، در کجا جای میگیرد. مهم است که ما او را از اینجا چیز بدرقه کنیم، دورش بسازیم و آرامش خود را پیدا نماییم، مثل پیشتره آرامش خود را پیدا نماییم. این نقشه های ظالمانه را کشیدن. این نقشه دومی آنها بوده، نقشه دومی آنها. اما در نهایت از آنها این ابوالحکم که ابو جهل بود، ابوالحکم ابن هشام، یعنی ابو جهل، یک پیشنهاد خطرناکترین را بر آنها داد، یعنی که به قتل رسول صلی الله علیه و سلم، از برای کشتن او صلی الله علیه و سلم این پیشنهاد را کرد. وقتی که ابلیس لعنه الله این پیشنهاد آنها را کوچک شمارید، پیشنهاد آنها را قبول نکرد، نپذیرفت و فکرهای آنها را
بگیم کمی در حرکت در آورد، سپس این پیشنهاد دویم ظالمانه، سوم ظالمانه بر ذهن این ابو جهل آمد و اینها آمد با کمک ابلیس لعنه الله. و ابلیس در اینجا گفت که آیا نمیبینید که چی قدر و چگونه سخنانش زیبا و شیرین است، سن این ندوه چگونه با کلامش با سخنش قلبهای مردم را فتح میکند، میدزدد. گفتن قسم به الله، شیطان گفته است قسم به الله اگر شما، قسم به خدا اگر شما او را تبعید دور بیزاده سر کنید، او به قبیله های بنزد قبیله های عرب دیگر قبیله ها می رود و با این سخنانش آنها را جلب می کند به سوی خود و آنها با این محمد می پیوندند. سپس منتظر باشد که آنها با سوی شما حتما می آیند و در اینجا سرزمین شما را می گیرند، از دست می گیرند سرزمین شما را شکست می دهند تا که حکم شما را از بین ببرند، تا که با دستان خود شما را از این سرزمین بدرقه بسازند. و شیطان گفت پس برای او دیگر اندیشه کنید، یکم نقشه دیگر بکشید که گفتیم در این هنگام این ابو جهل ابن هشام گفت به الله قسم من در این باره یک فکر دارم و گفت که میبینم که تا حال ما به یکم جای نرسیدیم. گفتن چی فکر است ای ابوالحکم، ای ابو جهل؟ گفت بیایید از هر یک قبیله یک جوان توانا، یک جوان قوی، شجاع و شریف را و دلیر را بگیریم. از هر یک قبیله یک جوانی را بگیریم و با دستی هر یک از اینها شمشیرهای تیز را بدهیم و سپس همه اینها یک و یک باره به خانه پیامبر حمله کنند و همگی یک باره ضربه بزنند به رسول صلی الله علیه وسلم. اگر این راه را انجام بدیم ما دیگر آرام میشویم، آرام میگیریم. گفتن چون مصلحت کردن که اگر که از هر یک قبیله یک آدم گرفته شود، دیگر این قبیله ها که در این خون پیامبر همه شریک هستند دیگر کسی کاری کردن نمیتواند. و گفتن که خون او، خون محمد صلی الله علیه و سلم بین تمام قبیله ها تقسیم می شود و بنی عبدالمناف قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی تواند به همه این قبیله ها جنگ اعلان کند. نقشه های ظالمانه. و این هنگام این بنی عبدالمناف قبیله پیامبر صلی الله علیه و سلم در این کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیتواند کار را کرده، بر ضد همه قبیله ها جنگ اعلان کردن نمیتواند. پس این هنگام آنها راضی میشوند، نه که بنی عبدالمناف هنگام ما محمد را کشتیم راضی میشوند برای دادن دیه. دیه همون پول جبران، کسی را کشتی جبران پول میدهی. چون در شریعت اسلام هم این هست، پیش از اسلام هم این بود. و این دیه را از ما میپذیرند، دیگر چیز دیگر کار ما خلاص میشود. و این پیرمرد، این ابلیس که در این مجلس حضور داشت گفت این است اندیشه درست. گفت همین است اندیشه درست، همین است فکر قوی، دیگر فکر دیگری نیست، فکر دیگری از این بهتر دیده نیست. شیطان رو بینید. در این هنگام قوم به همین فکر، به فکر قتل رسول الله صلی الله علیه و سلم، با کشتن او متحد شدند، جمع شدند. پس این نقشه ابو جهل بود، میخواست با یک جنایتی دست جمعی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکشند تا خون او صلی الله علیه و سلم بین قبیله ها تقسیم بگردد و بنی عبدالمناف که قبیله پیامبر بود نتواند انتقام بگیرد. پس این پیر نجدی، ابلیس، نقشه رو تصدیق کرد و آن رو رواج داد، این نقشه رو برای قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما الله سبحانه و تعالی پیامبرش را از با وحی آگاهی نمود
و این هنگام امر هجرت فرا رسید و آیت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد که الله فرمود و اذ یمکر بک الذین کفروا و یاد کن ای محمد وقتی که کافران به تو مکر میکنن، نیرنگ میکنن، مکر و نیرنگ میکنن بر تو تا تو را بند کنند، ببندند یا بکشند یا تو را بیرون سازند. و یمکرون و یمکر الله، اینها مکر و حیله میکنند در حالی که الله سبحانه و تعالی مکر و حیله اینها رو بر بالای سر اینها میزند. الله سبحانه و تعالی بر بالای مکر کنندگان مکر میکند. همچنین در کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از ابن قدامه بیان کردیم این مسئله صفات الله سبحانه و تعالی. در مقابل و الله سبحانه و تعالی بهترین بر مقابل مکر کنندگان بهترین مکر کنندگان است، تدبیر کنندگان است. این آیه سوره انفال آیت سیوم بود که نازل شد. فأتى جبريل عليه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، این هنگام جبرائیل علیه السلام به نزد رسول الله آمد و گفت هلا تبد هذه الليله على فراشك، گفت ای رسول الله، ای محمد، شب را در این بستری که عادتا خواب میکنی در آنجا خواب نرو، در اینجا شب گذرانی نکن. یعنی از خانه خود بیرون شو. به خاطر چیز؟ زیرا این قوم قصد کشتن تو رو دارند. نقشه ها را کشیدن الکی. هنگامی که وقتی شب فرا رسید و تاریکی دنیا را پوشانید، کافران قریش نزد در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع شدند تا آن دمی که او صلی الله علیه و سلم بخوابد، آنگاه اینها حمله کنند بر رسول صلی الله علیه و سلم. وقتی که الله سبحانه و تعالی این وضعیت رو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داد و رسول الله این وضعیت آنها را دید، با علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمود در بستر من بخواب، ای علی در بستر من بخواب. و این جامعه یعنی این ردای سبزی که هست برای خود پوش و در بالای این بستر بخواب، زیرا که بر تو هیچ آسیبی نمیرسد از جانب آنها، بر تو هیچ ضرر از جانب آنها نخواهد رسید. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتا بر همین جمعه میخوابید، بر بالای خود میکرد. و این جماعی که در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع آوری شده بودند که برای کشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم در این نقشه همراه شده بودند، هر یکی از آنها شمشیر آماده کرده بود از برای حمله کردن. این هنگام الله سبحانه و تعالی توسط جبرائیل علیه السلام امر کرد که آن شب رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه خود نخوابد، زیرا قصد کشتن او صلی الله علیه و سلم را دارند. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این هنگام با آرامی و اطمینان علی رضی الله عنه را در بستر خود گذاشت تا قریشی ها گمان کنند که هنوز در خانه خود است. و این نقطه هم نشان می‌دهد جسارت علی رضی الله عنه و همچنین سپارش فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول کردن که آماده بودند جان خود را فدا نمایند به خاطر حفظ دین، حفظ ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس امروز اسلام با این گونه مردان و زنان نیاز دارد که از برای حفظ دین آماده باشند، دین را خوب بخوانند اولا
پس در اینجا هنگامی که این آیه کریمه و اذ یمکر بک الذین کفروا، یاد آور آن وقتی را که کافران بر تو مکر کردند تا تو را زندانی کنند یا بکشند یا بدرقه کنند، آنها مکر کردند. الله سبحانه و تعالی نیز در مکر آنها مکر کرد و الله سبحانه و تعالی بهترین تدبیر کننده ها است. این آیه قرآن نازل شد. قال ابن اسحاق این هنگام فرمود که عن محمد ابن کعب قردی، از محمد ابن کعب القردی قال، گفت لما اجتمعوا له و فیهم ابو جهل بن هشام، هنگامی که یعنی ابو جهل آنها جمع شدن که در اینجا ابو جهل هم قرار داشت مسخره میکرد، اهل قریش رو تحقیر میکرد، چون که عادت بدی داشت، پلیدی داشت. و در اینجا بود که یک واقعه معجزه‌ناک رخ داد. قال فخرج علیهم رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آنها برآمد. بر آنها برآمد صلی الله علیه و سلم. از محمد ابن کعب القردی ابن اسحاق روایت می‌نماید که گفت وقتی که آنها برای او صلی الله علیه و سلم جمع آمدند که در میان آنها ابو جهل ابن هشام نیز بود، یعنی که او ابو جهل گفت هنگامی که آنها نزدیک در خانه محمد بودند، محمد ادعا میکند که بر شما ادعا میکند که اگر شما از او و از دعوت او پیروی کنید پادشاه عرب و عجم میشوید. وقتی که هنگام وفات ابو طالب این قصه را بیان کرده بودیم، هنگام وفات ابو طالب در آنجا آنها را چه کرد؟ آنها را گوشزد داد، این کلان قریش را. گفت شما این یک کلمه را بگویید، این یک کلمه که شما میگویید آن همین کلمه شما را پادشاه عرب و عجم قرار میدهد. در اینجا سخن ابو جهل است. میگه سپس بعد از مرگتان زنده کرده میشوید و برای شما باغ‌های مانند باغ‌های عظیمی داده میشود و در آنجا کار نمیکنید و در آنجا شما دیگر عذاب مشقت نیست. سپس بعد از مرگتان زنده میشوید. برای کافران کسی نپذیرده، ابو جهل گفته است آتش برای شما قرار میگیرد، آتش سوزاننده. این را ابو جهل گفت محمد این گونه گمان نکند. و قال فخرج علیهم رسول الله صلی الله علیه و در این هنگام رسول الله بر آنها برآمد و بنزد آنها برآمد. بعد گفت بله انا اقول ذلك، من این گپ رو میگویم و تو از جمله یکی از آنها هستی، از اهل جهنم یعنی. ثم اخذ الله على ابصارهم فلا يرون، و در اینجا هنگامی که علی رضی الله عنه بر جوگه رسول الله خواب رفتن و رسول الله از خانه خود در این شب برآمدند، می‌فرماید که ثم اخذ الله على ابصارهم وهم لا يرون، الله چشمان آنها را کور کرده، آنها دیگر نمی‌بینند، نمی‌توانند ببینند. فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم، رسول الله آن خاک را گرفت بر چهره‌های آنها پاشید، بر روی آنها پاشید و این آیه کریمه را از سوره یاسین تلاوت میکرد. یاسین و القرآن الکریم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین و القرآن کریم، بدروزی قرآن کریم است، بدروزی که تو از مرسلین، تو از پیامبران مرسل هستی، فرستاده شده هستی، تو بر صراط مستقیم هستی. پس این ماجرا، این حالت چگونه رخ داد؟
پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در حالی که کافران در آستانه در او قرار گرفتند، در نزد در او قرار گرفتند، رسول الله با آرامی بیرون برآمد، با آرامش تام بیرون آمد، خاک را بر سر آنها گرفته پاشید، در حالی که سوره یاسین را این آیات را تلاوت میکرد. آنها دیگر هیچ چیزی را ندیدند، چون الله سبحانه و تعالی چشمان آنها را بسته کرد. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم برای خود رفت و به نزد ابوبکر صدیق رفت اول، تا از آنجا به غار ثور بروند و بعد چند وقت شخصی که در آن لحظه با آنها نبود آمد. یک نفر با آنها نبود، سپس آمد و اینها و گفت که شما حالا چرا انتظارید؟ شما منتظر چی هستید؟ گفتم محمد را منتظر هستیم. در نزد در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله گفتم محمد را منتظر هستیم. و ای گفت بدبخت شوید. تو چون میگه خدا بزنتون، میخوان تا چیکار؟ بدبخت شوید. قسم به الله، او از نزد شما گذشت رفت، به سر هر یک از شما خاک ریخت، خاک را پاشید، برای خود رفت. آن هنگامی که هر یک خود دست خود به سرش زد و دید شد که سران آنها پر از گرد چنگ است، پر از خاک است. اما هنوز هم گمان نکردند که او در خانه نیست، گمان کردند که او در خانه است، زیرا علی رضی الله عنه در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله با ردایی که پیامبر او را توسعه کرده بود با آن ردا خوابیده بود. آنها این بیچاره ها تا سحر منتظر ماندند. وقتی که علی رضی الله عنه برخاست، فهمیدند که آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است راست بوده است. یعنی با قدرت الله سبحانه و تعالی چشمان آنها بسته شد. یکی از معجزه های الهی و جسارت علی رضی الله عنه که در آن خانه خوابید و توکل پیامبر صلی الله علیه و سلم در این راه با فعل اسباب همچنین. و این قول الله سبحانه و تعالی که فاغشیناهم فهم لا یبصرون، ما آنها را کور کردیم. الله سبحانه و تعالی چشمان آنها را چاکت کور کرد، در حالی که دیگر ندیدند. چون که ابن اسحاق را بیان کرده است. و در آن طوری که آمده است، این اسحاق میگوید الله سبحانه و تعالی بعد از مدت که اجازت هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داد و او صلی الله علیه و سلم با دوست همسفرش ابوبکر صدیق این امت راه مدینه رو پیش گرفتند. قال ابن اسحاق میگه که و اذن الله تعالی لنبیه عند ذلك فی الهجره، الله سبحانه و تعالی با پیامبرش در آن روز اجازه هجرت را داد، آن روزی قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم، حیله های آنها. و قال ابن اسحاق میگه که و کان ابوبکر رضی الله عنه رجلا ذا مال، ابوبکر صدیق رضی الله عنه یک مرد ثروتمند بود. وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هجرت رخصت خواست، اجازت خواست، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به این ابوبکر صدیق گفت شتاب مکن، شاید الله برای تو همراه قرار دهد. که گفتیم که ابوبکر صدیق در اینجا چی بود؟ امیدوار شده بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت خواهد کرد، یعنی رسول الله خود ابوبکر را در نظر دارد. و این هنگام را ابوبکر صدیق هنگامی که این سخنان را شنیده بود
آنگاه 2 شتر را خریده بود و آنها را در خانهش نگاه می داشت و بر آنها علف می داد و آنها را برای این کار، یعنی برای این هجرت آماده می ساخت رضی الله عنها. و ابن اسحاق می گوید که از عایشه رضی الله عنها مادر مؤمنان لعنت بر دشمنان عایشه باد گفته است عایشه رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچگاه از عادتش نمیگذشت، یعنی که هر روز صبحگاهان یا بگاهی به خانه ابوبکر صدیق میرفت، می اومد، یعنی تا آن روز رسید که به رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه هجرت و برآمدن را از مکه مکرمه از میان قومش داده شد. و در همان روز، در وقتی که عادتا به نزد ما می آمد، میگوید عایشه، به نزد خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در نفس همان روز ظهرگاه، یعنی در پیشین بگیم ده، به خانه ما آمده بود. قالت فلما رآه ابوبکر، عایشه میگوید هنگامی که ابوبکر صدیق رسول الله را دید، قال ما جاءك رسول الله صلی الله علیه و ای رسول الله، تو را چی چیز اینجا آورده است؟ در این ساعت، در این گرمی ساعت تو را چی چیز اینجا آورده است؟ قالت فلما دخل تأخر له ابوبکر صدیق عن سریری. عایشه میگوید که وقتی که ابوبکر رسول الله صلی الله علیه و سلم دید، گفت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم در چنین ساعت باید برای کار مهمی آمده باشد. و هنگامی که رسول الله داخل خانه شد، ابوبکر صدیق برای احترام از جایش دور نشست. می‌فرماید که آن زمان در خانه تنها من بودم و خواهرم اسماء، دختر ابوبکر صدیق. رسول الله این هنگام فرمود آن کسانی را که در نزد توست بیرون برار. ابوبکر گفت ای رسول الله، این دختران منند، چی خبر است؟ پدر و مادرم فدای تو بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله به من اجازه بیرون رفتن، یعنی هجرت کردن داده است. عایشه گفت ابوبکر صدیق فرمودند همراهی ای رسول الله، همراهی ای رسول الله، دیگه همراهی تو را میخوام، با تو بودن را میخوام. پیامبر الله فرمودند که همراهی، یعنی تو با من هستی، تو همراهی من هستی. عایشه فرمودند که قسم به الله تا آن روز نمیدونم که کسی میتواند از شادی گریه کند. میگوید قسم به الله، میگوید تا آن روز نمیدونستم که کسی از شادی گریه کند، تا آنگاه که اشک ابوبکر صدیق را دیدم که از شادی ریخته ایستاده است. گریه کرد ابوبکر صدیق رضی الله عنه. و سپس ابوبکر صدیق گفت ای پیامبر الله، این 2 شتر است که من برای همین روز آماده کرده بودم، برای همین روز من این 2 شتر آماده کردم. صلی الله علیه و سلم. و سپس آنها مرد به نام عبدالله ابن اریقط را که از قبیله بنی بکر بود و مادرش از بنی سهم ابن عمرو بود، هنوز مشرک بود، اسلام نآورده بود، او را به کار گرفتن، او را به اجاره گرفتن. به خاطر چیز؟ به خاطر آنکه پیامبر را در این راه راهنمایی کند، راه سفرش. و آن 2 شتر را به او سپردند تا آنها را
در نزدش نگاه دارد و نگاه بینی کند تا آن زمانی که رسول الله صلی الله علیه و این دو یعنی پیامبر و ابوبکر صدیق بیایند و آنها را بگیرند. قال ابن اسحاق میگوید که فلما اجمع رسول الله صلی الله علیه و سلم الخروج، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و برای برآمدن هجرت آماده گرفت به نزد ابوبکر صدیق ابی قحافه که بود آمد و رسول الله با همراهی ابوبکر صدیق از سوراخی این دریچه‌ای که از پشت خانه ابوبکر صدیق بود بیرون رفتند. صدا پیدا شد. بارک الله فیکم. پس رسول الله صلی الله علیه و با همراه ابوبکر صدیق از آن دریچه‌ای که از پشت خانه ابوبکر صدیق بود بیرون برآمدند و سپس رو به آن غاری که در کوه ثور قرار داشت. کوه ثور این کوهی که واقع در میان کعبه است، میان مکه است. غار ثور کوه است که واقع شده است در میان مکه. با آنجا رفتند و داخل آن غار شدند. این دو ابوبکر با پسرش که عبدالله نام داشت، عبدالله ابن ابوبکر، فرمان داد که روزانه آنچه که مردم درباره این دو یعنی پیامبر و همراهش ابوبکر صدیق میگویند گوش کن. نکی خبرها را جمع آوری کن، خبرها را جمع کن. چی میگن در حق ما، چی سخنان میگویند، چی میگویند، پاسبانی کن. و برایشان، برای پیامبر الله و ابوبکر صدیق این خبرها را که جمع کردی شبانه وقتی که تاریکی فرا میرسد بیاید و اخبار روز را برایشان برساند، در حالی که پیامبر الله در غار ثور قرار داشتند. و با غلامش عامر ابن فحیره، بر غلامش عامر ابن فحیره امر کرد، دستور داد که روزانه گوسفندانش را به چراندن ببرد و سپس شبانه آنها را به نزد غار بیاورد تا از شیر اینها استفاده برند. و فرمان داد که همچنین پی قدم های عبدالله را هم پنهان کند تا که مردم پیگیری نکنند. و همچنین اسماء دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه شبانه برای رسول الله و ابوبکر صدیق غذا می آورد. چیزهایی که آنها نیازمند بودند، نیاز داشتند، به نزد آنها می آورد. پس این پارچه برادران و خواهران گرامی یک نمونه زیبای است، نمونه زیبای همکاری، فداکاری در تدبیر خانوادگی، خانه‌داری ابوبکر صدیق رضی الله عنه را نشان می‌دهد که پسرش را یک مسئول اطلاعات قرار می‌دهد، غلامش مسئول غذا و تازه کردن پای قدم عبدالله و دخترش رضی الله عنها مسئول تأمینات شبانه می آمد. همگی برای حفظ رسول الله صلی الله علیه و سلم و حفظ دین خدمت میکردند، کوشش میکردند. لیکن محبت و صداقت در دین، در عمل است، نه تنها در سخن. اگر محبت صداقت تنها در سخن باشد این نشانه نفاق است، اعوذ بالله. برای همین از این نقطه ما باید عبرت‌های نیکویی بگیریم. برای همین است که زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده ایستاده ایم. قال ابن اسحاق می‌فرماید که فاقام رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الغار ثلاثا.
و معه ابو بکر. میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار ایرا، در همون غار ثور 3 شب قرار گرفتن، 3 شب ماندن، در حالی که با همراهی ابوبکر صدیق بود. و هنگامی که قریش پدید برد که ابوبکر صدیق ناپدید شده است و در این هنگام یک مکافات بزرگی را برای کسی که رسول الله را می‌یابد اعلام کردند. 100 شتر برای آن کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را باز می‌دارد و باز می‌گرداندش بر مکه مکرمه. 100 شتر. در حالی که عبدالله ابن ابی بکر رضی الله عنه روزانه از پی قریشی ها میگشت و خبرها را جمع آوری میکرد، که آنها چی فرمانها، چی نقشه ها را میکشند و چی میگویند درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق، و بعدا شبانه نزد این دو آمده این خبرها را به آنها میرسانید. و این غلامش عامر ابن فحیره، غلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه، گوسفندانی که برای چراگاه میبرد و حاجت‌هایش را که برایش وظیفه دار شده بود آنها را انجام داد، شبانه آن گوسفندان را نزد غار می آورد، که از شیر آنها استفاده می‌بردند. و همچنین این گوسفندان سبب تازه کردن پای قدم آنها میگشت در بیابان، تا اینکه چیز از پای قدم آنها نماند. و صبح که عبدالله به سوی مکه باز میگشت، عامر با گوسفندان از پشت وی میرفت، حرکت میکرد تا این راه را تازه نماید، کسی پای قدم او را نفهمد. پس خلاصه بعدی 3 شب، وقتی که جستجوی آنها کمی آرام گردید و مردم وقتی که این اعلان شد که برای کسی که پیامبر را بیابد و بیارد برایش 100 شتر است، آن شخصی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را با رسول الله آنها را با اجاره گرفته بود، آن مرد را با اجاره گرفته بود، با این 2 شتر و همچنین با اضافه 1 شتر دیگر که از خودش بود به نزد آنها آمد. و اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه نیز با سفره، آن غذایی که نزد آنها می آورد، ولی فراموش کرد که برای آن رسمان یعنی عصا یا بسته بگیرد. وقتی هنگامی که دید که اثرش نیست، همو کمربند خود را کشید و آن را 2 قسم کرد، در آن یعنی در یک سفره را بست، همون طعام را بست. از همین سبب مردم او را به لقب ذات نطاقین، 2 نطاقدار می نامند، همین که را اسما را، که این کار عظیمی را کرد. سفره را فراموش کردگی بود، از لباس خودش گرفت سفره کرد. پس این از فداکاری و محبت. از این نقطه باید بیاموزیم ما که 2 پسر و 1 دختر و غلام و پدر همه از برای محافظت رسول صلی الله علیه و سلم و همه در فکر اندیشه و چاره اندیشی و کار و فعالیت همکاری کردند. پس همین اصطلاح ذات و نطاقین یک رمز صداقت در زمان ما قرار دارد. و ابن اسحاق می‌فرماید که فلما قرب ابوبکر رضی الله عنه، هنگامی که ابوبکر صدیق 2 شتر را آماده کرده بود، بهترینش را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشنهاد نمود و گفت
بفرما سوار شو، پدر و مادرم فدای جون تو بود، پدر و مادرم فدایت بود. پیامبر فرمود من به شتر سوار نمیشوم که از آن من نیست، صلی الله علیه وسلم. و ابوبکر در این هنگام گفت همان شتر برای تو باشد، میگه برای تو است، از تو است ای رسول الله، پدر و مادرم فدایت بود. پیامبر فرمود نه، بلکه بگو با چند آن را خریده ای، چند پول اینش رو خریدی؟ و ابوبکر صدیق گفت که من با همان قیمت، با فلان قیمت اینش رو خریدم. و فرمود صلی الله علیه وسلم که خوب، من هم آن را با همین قیمت از تو میخرم. ابوبکر این هنگام گفت آن برای تو است ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی که بدون قیمته. پس هر دو سوار شدند و به راه برآمدند. ابوبکر صدیق بزرگ غلامش را که عامر ابن فحیر را پشت خود مانده بود که در راه به آنها خدمت کند، با اون گوسپندانی که بود. و عایشه رضی الله عنها میگوید که ما 3 شب در انتظار بودیم و نمیدونستیم که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم به کدام سمت رفته اند، به کجا رفتند، از این ما بخبر بودیم. تا آن مرد که از جن از طرف بیابان مکه پیدا شد، یک مرد از جنیان از یک طرف بیابان مکه میگه پیدا شد که آهنگ‌های عربی را میخواند، که شعرهای عربی را میخواند و مردم صدایش را میشنیدند ولی که خودش را نمیدیدند. صدای آهنگ‌های شعرخوانی را میشنیدند که خودش را ندیدند. و جن از طرف دیگری مکه بیرون رفت، از این طرف درآمد، از اون طرف برآمد رفت. و میگوید که این بیت از او شنیده میشد، از همین جن. که الله پروردگار بشریت بهترین پاداشش دیدد، بهترین پاداشش دهد. دو همسفر را که در خیمه های معبد فرود آمدند. همین کلمه ها را همون جن میخوند. از اینجا باید پی بردن و درک کردن. حتی همین موجودات، همین جن برای برگشتن رسول الله صلی الله علیه و آله، برای هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله، این نوری چراغ که به سمت یثرب به مدینه منوره میرفت شعر خواند، سرود خواند. قال ابن اسحاق قالت اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها. ابن اسحاق میگه که اسماء ابن ابی بکر رضی الله عنها گفت وقتی که سخن آن جن را شنیدیم فهمیدیم که سمت روی رسول الله با طرف مدینه منوره است. از سخن آن جن ما درک کردیم، چون به همان اشاره میکرد. و رسول الله صلی الله علیه و ابوبکر صدیق رضی الله عنه و عامر ابن فحیر غلام ابوبکر و عبدالله ابن اریقیت که راهنمای آنها بود، مسلمان نشده بود. و این اسحاق میفرماید که ابن اسحاق میگوید که از زبان سراقه ابن مالک، از زبان سراقه ابن مالک ابن اسحاق روایت می‌نماید وقتی پیامبر الله صلی الله علیه و سلم از مکه به قصد مدینه هجرت کرد، قریش مکافات برای او اعلام کردند. 100 شتر گفتیم ما که کسی او را باز دارد بیارد 100 شتر برای او داده می شود. سراقه وصف کرده است این را، این منظر را. می‌فرماید که سراقه که من در این مجلس قومم نشسته بودم که یک مرد وارد شد و گفت به الله 3 سواره را دیدم که تازه از نزد من گذشتند. 3 سواره را دیدم که تازه از نزد من چور کردند، گذشتند، از نزد من بر آمدند.
من گمان میکنم که آنها محمد و یارانش باشند. این سخن را به این قریشی گفت و سراقه میگوید که من با چشم او اشاره کردم که خاموش باش، خاموش باش. پس گفتن احتمال آنها فلان قبیله اند. میگه احتمال آنها فلان قبیله باشند که شتر و حیوان مژده خود را میجویند، جستجو میکنند. و او گفت شاید همان باشد و سکوت کردند. در این هنگام دو نفر میفرماید که من سپس اندک نشستم، سپس برخاستم به خانه خود در آمدم و به خدمتگار خود فرمان دادم که اسبم را آماده کند و به این پایان وادی بیاید، اسب را بیارد و سلاح هم را نیز در اسب بماند، از خانه هم بیارد. و قرعه پرتایی کرد. میگه قرعه زدم، میگه قرعه برآمد که لا یضر، به او آسیب نمیرسد، به او آسیب نمیرسد. اما خوشم آمد که اگر او را باز دارم 100 شتر خواهم گرفت، 100 شتر خواهم گرفت. و سوار شد بر اسب خود و دنبال آنها رفت. میگه هنگامی که من دنبال آنها رفتم اسبم ناگهان لغزید و من افتادم. گفتم این چیست؟ باز قرعه زدم، با همان برآمد لا یضر، بر او ضرر نخواهد رسید. و میگه سپس شدم، باز حرکت کردم، در پی جستجو رفتم. دیگر بار اسبم باز غلطید و افتادم. باز قرعه پرداختم، باز همین برآمد لا یضر، بر او ضرر نمیرسد. بار سوم نیز بر راه افتادم، حرکت کردم. وقتی که از دور آن سواران را میگه دیدم، از دور بر من آن سواران نمایان شد. سپس باز اسبم باز لغزید، غلطید و دو پایش در زمین به زانو در اومد، فرو رفت، پایهای اسبش. میفرماید که در همین حال دودی برخاست، دودی برآمد، مانند یک طوفانه، مانند یک دود طوفانه میگه برآمد. و در این لحظه فهمیدم که او به واسطه قوت الهی سبحانه و تعالی از دست من محافظت شده ایستاده است، از دست من محافظت شده ایستاده است، یعنی بر او من ضرر رساندن نمیتوانم. سپس صدا زد واسه آنها، گفت ای مردم، من سراقه هستم، سراقه ابن جعشم هستم. برای من بیستید، یعنی اندکی بستید. من با شما صحبتی دارم، سخنی با شما دارم. قسم به الله با شما زیانی نمیرسونم و شما رو هم نمیرنجانم. و از من برای شما یگام رنجش نخواهد آمد. پیامبر الله صلی الله علیه و آله به ابوبکر صدیق گفت بر او بگو تو چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ ابوبکر صدیق آنگاه به او گفت، پیامبر میفرماید، که پیامبر پرسید تو از ما چی میخواهی؟ سراقه گفت میخواهم که برای من نوشته رمزدار، که یک نوشته پیچت، با پیچت، با امضا، یک نشانه بده که این نوشته میان من و تو باشد، تنها این نوشته میان من و تو باشد. و گفت که ای ابوبکر تو برای او بنویس. اگر به اعتماد در درس اول گفتم ابوبکر صدیق هنگامی تصدیق کردن پیامبر خوانده و نوشتن نمیتونست رضی الله عنه.
این نقطه نشان می‌دهد که در این هنگام این سراقه این چیزها رو هنگامی که دید الکی تسلیم شد و فهمید و درک کرد و پی برد که نمیتواند بر رسول الله ضرر برساند و او را تسلیم کردن هم نمیتواند. برای همین اجازه خواست، یک ورقه خواست، چیزی طلب کرد. وقتی این قدرت غیبی رو دید و شأن و شرف پیامبر دید که محافظت میشد از جانب الله سبحانه و تعالی، که در ظاهر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرار میکرد، از این قوم هجرت کرده بود، اما در حقیقت یک هدایتی تقدیرسازی بود. و این سراقه که گفتیم برای انمی مکافات صد شتر به دست آوردن سفر کرده بود، اما الله سبحانه و تعالی بارها او را باز داشت که در آخر این سراقه به شأن ایمان و احترام بالای میرسد. ابن اسحاق میگه که فلما خرج بهما، وقتی که راهنمای آنها عبدالله ابن اریقیب با آنها با دو شتر برآمدن، سیمش با شتر خودش، آنها را از پایان مکه برد تا از آن راه ساحلی بگذرد. گذشت رفت تا اینکه آنها به این محله قبا نزد قبیله بنی عمرو ابن عوف آمدند، رسیدند. و این حادثه می‌فرماید که در روز دوشنبه 12 ربیع الاول اتفاق افتاده بود و آن وقت بود که آفتاب در اوج بلندی بود. ابن اسحاق میگوید که با سلسله روایتش از عبدالرحمن ابن اویر نقل میکند که گفت شهر مدینه پیش از وجود خبر داشته بودند، پیش از وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر شده بود بر آنها، خبر رسیده بر آنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون شده است، برآمده است، از مکه برآمده است. و میفرمایند که و ما هر صبحگاهان بعد نماز بامداد بیرون میشدیم به این صحرا، به این صحرای خود میبرآمدیم و به این راه نظر میکردیم، منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم میشدیم که رو ما پیشواز بگیریم. قسم میخوره، میگه به الله قسم ما آنجا میموندیم تا آن دم که آفتاب از بالای سایه ها میگذشت، دیگه سایه ای نمیموند و آنگاه از شدت گرمی به خانه های خود دیگه برمیگشتیم. یکی گرمی شدت میگرفت تا آن دم رو میایستادیم در آنجا منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم. و آن روزها میگه بسیار گرم بود و در نهایت در همان روز فرخنده، در همان روز زیبا که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم رسید و ما مثل عادتهای پیشین صبحگاهان بر آن بیابان میبرآمدیم و می نشستیم و منتظر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم. وقتی که آفتاب بالا شد برآمد و دیگر هیچ سایه‌ای نماند، به خانه های خود برگشتیم و در همان دم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به قبا، مسجد القبا که بنا شد، اولین مسجد اسس علی تقوا، بر تقوا بنا شد، در همین جا پیامبر الله سبحانه صلی الله علیه و سلم رسیدند. و اولین نفری که رسول الله صلی الله علیه و سلم دید یک مرد یهودی بود که این چشمش دور میدید
که مسلمانان هر روز او را پیگیری میکردند و این یهودی او صلی الله علیه وسلم دید و چون این واقعه را دید با بلندی آواز ندا کرد، صدا زد: ای فرزندان قیله، یعنی انصار، یعنی که فرزندان قبیله اوس و خزرج، بابای بزرگ شما آمد. بر آنها خبر داد بابای بزرگ شما آمد، جدکم. به معنای بابای بزرگ اینجا به معنای شهرت است، اشاره به رسول صلی الله علیه وسلم. پس تمام این مردم به سوی او صلی الله علیه وسلم روی آوردند. در این هنگام رسول الله صلی الله علیه وسلم در سایه درخت نخل می نشست. با ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. که ابوبکر صدیق با همراهی رسول الله صلی الله علیه وسلم سن سال نزدیک داشتند با هم دیگر. و می‌فرمایند که اکثر ما قبلا صورت رسول صلی الله علیه و سلم، صورت ظاهری او را ندیده بودیم و او را نمیشناختیم، نمیدونستیم او صلی الله علیه و سلم را. و مردم در این هنگام سراسیمه جمع شدند ولی نمیدونستند، نمیشناختند رسول صلی الله علیه و سلم را. کدام از اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ تا آنکه آفتاب بالا آمد، آفتاب بالا شد و سایه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از بین رفت و ابوبکر رضی الله عنه برخاست و با روی مال خود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سایگی کرد، سایه پرتافت. همین لحظه میگه که ما شناختیم که او صلی الله علیه و سلم است. او را درحال شناختن صلی الله علیه و سلم است. اولین خرسندی آنها بر پیشواز رسول صلی الله علیه و سلم که مردمی بودند که سالها محروم شده بودند از دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم و حالا این نور بر زمین یثرب فرود آمد که مردم یثرب، انصاری ها، شب و روز در انتظار رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن میکردند، می نشستند، منتظر او بودند که در نهایت رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مکان رسید. به این مکان رسید که جهان را از این مکان نورانی کرد. قال ابن اسحاق فاقام رسول الله میگه بالقباء فی بنی عمرو ابن عوف. پیامبر الله صلی الله علیه و در محله قبا نزد قبیله عمرو ابن عوف در آنجا ایستاد صلی الله علیه و سلم. در این قبیله که روز دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه قرار گرفت، در آنجا یک چند روز ایستاد و در آن مدت اساس اولین مسجد الاسلام را، مسجد قبا را که بر تقوا بنا شده است گذاشت صلی الله علیه و سلم. از این از این قسمت عبرت میگیریم که اگر انسان به هر جای هجرت کرد، اولین کاری که انجام دهد در آنجا باید مسجدهای را جستجو نماید و اولین کاری که انجام دهد بنای مسجد. و آنگاه الله سبحانه و تعالی با اراده خود او صلی الله علیه و سلم را از میان آنها بیرون آورد که روز جمعه بود. و این قبیله بنی عمرو ابن عوف میگفتند که او بیشتر از این در میان ما ماند، یعنی که از این 4 روز بیشتر. الله بهتر میدوند که کدام روایتش درست‌تر است. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و بیرون آمد، وقتی نماز جمعه رسید، در روز جمعه رسید، وقت نماز جمعه رسید و او در منزل بنی سالم ابن عوف نماز را ادا کردند، در مسجدی که در درون وادی رانون قرار داشت. اولین نماز جمعه بود، اولین نماز جمعه
که پیامبر الله صلی الله علیه و سلام در این شهر مدینه ادا نمودند. و سپس مردان از قبیله بنی سلیم ابن عوف نزد او آمدند و گفتند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ما بمان، ما شما را با قوت محافظت و دستگیری میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم این هنگام به آرامی به آنها فرمود که راه برای او ناقه وی شتر وی نشان میدهد. ناقه وی باز ندارید، شتر وی نشان میدهد، زیرا او شتر وی امر گرفته است از جانب الله سبحانه و تعالی، با فرمان الله سبحانه و تعالی امر گرفته است. و آنها این هنگام در راه را باز کردند و این ناقه، این شتر به حرکت خود ادامه داد که تا آنجایی که به نزد در قبیله بنی بیاض رسیدند و از آنجا نیز مردان برآمدند و گفتند که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا با ما بمان، با ما بمانید، شما را با قوت محافظت میکنیم. و رسول الله این هنگام باز همان جواب را داد، گفت راه را بگذارید، راه را بکشید. همین ناقه همین شتر امر گرفته است. سپس راه کشاده شد، سپس راه ادامه یافت تا اینکه به پیش منزل قبیله بنی سعیده رسیدند و آنها نیز برای رسول صلی الله علیه و سلم خواهش کردند که در خانه آنها بماند. گفتند ای رسول الله بیا با ما بمان، ما با قوت تو را محافظت میکنیم. این منظره یک از زیباترین صحیفه های تاریخ مدینه است. هر قبیله با محبت و صداقت به نزد رسول الله می برآمدند، او را پیشواز می گرفتند، با محبت او را می خواستند که در خانه آنها بماند. همه برای او رسول صلی الله علیه و سلم افتخار میکردند. در حالی که در مکه مکرمه کسی او صلی الله علیه و سلم را از این نزدیکان خویشتبارش احترام نمیکرد. اما بر این شتر که سرنوشت کتابت شدگی بود، امر شده بود، رسول الله گفت بگذارید این شتر را تا آنجایی که امر شده در آنجا قرار بگیرد. و می گفت که خلوا سبیلها فانها مأمور، راه را باز کنید زیرا او شتر هم امر شده است، فرمان الهی است. آن شتر زیر اراده الله سبحانه و تعالی راه می رفت تا آن دمی که به خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه، جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنجا فرود آمد که در آنجا نور مدینه تا قیامت روشن خواهد ماند. و رسول الله می گفت راهش را باز کنید، همانا این شتر امر شده است. آنها راه را باز میکردند، شتر راهش را ادامه میداد تا آندام که تا این بنی عدی ابن نجار رسید و اینها خویشاوندان مادر پیامبر الله صلی الله علیه و سلم بودند. مادر عبدالمطلب سلمه بنت عمر از همین قبیله بود. و مردانی که از این قبیله پیش آمدند و گفتند که ای رسول الله بیا نزد خویشاوندی خود بمان، ما شما را داریم و آمادگی دیدیم تو را محافظت نماییم. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم باز هم جواب را فرمود که راه شتر را باز کنید زیرا وی امر گرفته است. در این هنگام ناقه باش راهش را ادامه دادن گرفت تا آنکه به محله بنی مالک ابن نجار رسید و در اینجا در زیر زمین، یکی در بالای زمین نشست که در این مکان بعداً مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم تأسیس یافت.
که در آن وقت این زمین بیکاره بود و در اینجا یک جایی بود که جایی خشک کردن خرماها بود. خرماها را می‌گذاشت تا که خشک شود و این زمین از دو طفل یتیم بود که از بنی نجار به بنی نجار تعلق داشتند. شتر در اینجا نشست، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم تا حال از این شتر نفرآمده بود. شتر نشست، در اینجا نشست، اندک سپس برخاست و اندک پیش رفت. و رسول الله نه از رسمان آن را گرفت، نه بند شتر را گرفت اداره کند، او را به حالش گذاشت. وقتی که شتر اندک با پیش رفت، باز سپس برگشت به این جای اولینه‌ای که در اینجا نشسته بود، در اینجا آمد با قرار گرفت. سپس آرام شد و گردنش را به این گذاشت. در این هنگام این اختیاری قرار گرفتن شتر را پی بردند. پس از این رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن فرود آمد، فرامد. در این هنگام ابو ایوب خالد ابن زید رضی الله عنه، یکی از انصاری، با شادی بزرگ باری رسول صلی الله علیه و سلم هم بار خلطه‌ای که بود او رو در با خودش گرفت، این بار خلطه را، و رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خانه اش برد، ابو ایوب. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در این خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه قرار گرفت. سپس پرسید که این زمین برای کیست؟ این زمین از برای کیست؟ اینجا باید پرسید. فقال له معاذ بن افرا، می‌فرماید که آنگاه معاذ بن افرا رضی الله عنه گفت ای رسول الله، این زمین از این دو پسر برادر من است، همون دو پسر یتیم، و سهل و سهیل ابن عمرو که نام آنها سهل و سهیل است که یتیم هستند و آنها زیر حمایه منند. من آنها را حمایت میکنم، من آنها را نگهبانی میکنم، من آنها را راضی میکنم. گفت پس این زمین رو از برای مسجد ساختن بگیر، از برای بنای مسجد این زمین رو بگیر. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم امر فرمود که در آن مسجد بنیاد کرده شود در این مکان و خودش تا انجام ساختن در خانه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه استقامت نمود، زندگی کرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم خود نیز در این ساختمان مسجد شرکت میکرد تا این مسلمانان را با این کار با محبت تشویق کند صلی الله علیه و سلم. از این رو مهاجران و انصار همراه با عشق و جدیت از برای بنای این مسجد شروع کردند. این دیوارها را بنا کردند تا یک مکان مسجد برای ادا نمودن نمازها و بیان مجلس‌های وحدتی بنیاد گردید. ابن اسحاق میگوید که پس از این صفهای مهاجران به مدینه منوره دیگر پیوستن گرفت، صفهای آنها زیاد شدن گرفت تا آن دمی که در مکه دیگر کسی از آنها باقی نماند جز آن کسانی که یا از دین خود رنج می بردند
یا که سبب ناخوشی اسیر رسیدن در اثرات در اصلی غلطیدن آنها بود، یا که آنها را نمیگذاشتند هجرت نمایند. پس اینجا پایان هجرت بود و آغازی جاودانه این امت. مسجد در این زمین دو یتیم، در این خاک پاک بنیاد یافت و بنیادگری آن این خود صحابگان کرام، انصاری ها و رسول الله صلی الله علیه و که در آنجا اشتراک کرد. و همین مسجد در قلب مدینه بنا کرده شد و این مسجد، محبت این مسجد در قلب این امت امروز جایگیر شده است و هر کس داخل این مسجد بگردد حتما آرامش را پیدا میکند. سبحان الله. این هنگام بود که هجرت رسول صلی الله علیه و سلم انجام یافت. ولی این سفر نور، راه دعوت و توحید هنوز ادامه یافت، باقی ماند. دعوت رسول صلی الله علیه و سلم، کارنمایی های صحابگان کرام در مدینه منوره و قسمت های دیگری که اگر زنده باشیم سلامت باشیم درس دیگه با همراهی شمایان این نقطه های مهم و این نقطه های زیبا را بر شما قصه خواهیم کرد باذن الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. اگر کسی یگان سوالی داشته باشد مرحمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امروز جز سلام دیگه هیچ نمی نویسیم. اول خیرتون دیگر. اگر کسی یگان سوالی داشته باشد مرحمت کنید. با سوال شما جواب میگردونیم. اگر که زنده و سلامت باشیم الله در عمر ما و در وقت ما برکت عطا فرماید. درس تجوید کی سر می شود؟ درس تجوید روزای نزدیک ان شاء الله. یعنی روزای نزدیک همین هفته سر می شود. ما اعلان کردیم کسی که مثلا خواهش مونده باشد گفتیم بنویسین. یک نفر دو نفر نویس تمام. یک دو نفر خواهش مونده است تمام. درس تجوید نه تنها تجوید است، در آنجا تصحیح می شود ان شاء الله و هر آنچه که از تجوید خوانده می شود در آنجا باز از قرآن کریم اصلاحات ها می شود و آن تجویدی که می آموزند آن را در این عملی تطبیق می نماییم اگر که زنده باشیم ان شاء الله. و جزاکم الله خیرا. ما در درس گذشته از کتاب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله همین روزه درس رو با گروه ضبط کرده میمونید باز گوش کنیم ان شاء الله که میمونیم، چرا نه. درس گذشته را حالا مونیم بعد با این درس را هم ان شاء الله که میمونیم تا که شما بهره برید، استفاده برید. کسی که از این درس ها گوش میدهد برایش در حقش دعای نیک میکنیم. هر کسی اگر این درس را گوش کند. خیر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اصلا من خواهشمند تجوید. خب نویسین انشاءالله، در هیچ که نویسین من روان کده بودم. کسی خواهشمند تجوید است؟ نویسین. تجوید برای برادران است، برای خواهران نه. حضورش برای برادران است. بله برای مردان است. کسی یکم گفتنی دارد؟ یا اون کسی یکم گفتنی ندارد؟ یا اون کسی یکم سوال ندارد؟ خیلی سوال اگر نباشد، ما در درس گذشته در بیان صفات الله سبحانه و تعالی، صفات الله سبحانه و تعالی، در صفات های الله در صفت اینکه الله سبحانه و تعالی یتکلم، سخن میگوید، سخنگو هست. در این مورد در اینجا ما توقف کرده بودیم. در اینجا توقف کرده بودیم. و از اینجا، از این کتاب لمعة الاعتقاد از این قدامه با همراهی شمایان انشاءالله که این درس را ادامه میدهیم. امروز موضوعات خیلی مهمی هست. در بیان فضیلت قرآن می شود. بعد این صفات کلام الله سبحانه و تعالی، درباره کلام الله سخن می رود انشاءالله از این کتاب. یعنی که موضوعات های مهم است. درباره فضیلت قرآن می رود از این کتاب مبارک. بعد این یک موضوعی که در باب صفات است، بعد داخل می شویم در قسمت های بعدی. خیلی بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، در اینجا در این قسمتی که ما در این کتاب مبارک از کتاب لمعة الاعتقاد قرار گرفتیم، من صفات الله تعالی انه متکلم بکلام قدیم، از صفات های الله این است که او سخنگو است با کلام قدیم. می‌فرماید و من صفات الله تعالی انه متکلم بکلام قدیم یسمعه منه من یشاء من خلقه. از صفات های الله متعال این است که او سبحانه و تعالی با کلام قدیم سخنگو است که آن را الله به هر که بخواهد میرساند از مخلوقاتش. سمعه موسی علیه السلام، سخن الله سبحانه و تعالی را موسی علیه السلام شنید از الله بدون یگان واسطه، من غیر واسطه، بدون یگان واسطه سخن الله را شنید. سمعه جبرائیل علیه السلام، جبرائیل علیه السلام سخن الله سبحانه و تعالی را شنید. و من اذن له من الملائکه و رسله، و همچنین آن کسانی را که الله سبحانه و تعالی از فرشتگان و پیامبران که الله اجازه داده است که سخن او سبحانه و تعالی، کلام او سبحانه و تعالی را بشنود، کلام او سبحانه و تعالی بشنود. می‌فرماید ابن قدامه و انه سبحانه یکلم المؤمنین فی آخره، اینکه الله سبحانه و تعالی با مؤمنان در روز آخرت سخن خواهد گفت.
با مؤمنان الله سبحانه و تعالی در روز آخرت سخن میگوید و یکلمونه و آنها مؤمنان با الله سبحانه و تعالی نیز سخن میگوید و همچنین با آنها بر مؤمنان اجازه میدهد که او سبحانه و تعالی را زیارت کنند. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 164 میفرماید و کلم الله موسی تکلیما. الله با موسی علیه السلام سخن گفت، سخن گفتنیه. و فرمود در سوره اعراف آیه 144 یا موسی، ای موسی، این اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. ای موسی، من تو را با این رسالت و کلامم میان مردم برگزیدم. و در سوره بقره آیه 253 میفرماید که منهم من کلم الله. از میان آنها کسانی هستند که با الله یا که الله با آنها سخن گفته است. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 31 و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء الحجاب او من وراء حجاب. برای هیچ انسان نشد که الله با او سخن گوید جز با وسیله وحی یا از پس یا پشت پرده. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره طه آیه 11 و 12 فلما اتاها نودی یا موسی. چون به نزد آن آتش آمد ندای رسید ای موسی انی انا ربک. موسی به درستی که من پروردگار تو هستم. فخلع علیک انک بوادی المقدس طوی. ای موسی پای افزایت را بکش در حالی که تو در این وادی مقدس طوی قرار داری. و قول الله سبحانه و تعالی در سوره طه اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. بدون شک و تردید من الله هستم و معبود جز من نیست، پس من را پرستش نمایید. پس هیچ کس جز الله سبحانه و تعالی این سخن را گفتن نمیتواند. و قال عبدالله ابن مسعود این آیه های کریمه در بیان اینکه الله سبحانه و تعالی سخنگو هست. سخن میگوید به هر کسی که از بندگانش بخواهد. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمود اذا تکلم الله بالوحی. وقتی که الله سبحانه و تعالی با وحی سخن میگوید، وقتی که الله سبحانه و تعالی با وحی سخن میگوید سمع صوته اهل السماء. صدای او سبحانه و تعالی را اهل آسمان میشنود. و همچنین از عبدالله ابن انیس روایت است میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم انه قال اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یحشر الله الخلائق یوم القیامة. الله سبحانه و تعالی در روز قیامت تمام مخلوقات را برمی انگیزد، حشر میکند. حفاتا غرلا بهما، برهنه، پایلوج، ختنه نشده. فینادیهم بصوت یسمعه. من ندا میکنه در این هنگام بر سوی مردم، بر سوی تمام این خلایق در روز قیامت. آنگاه بر سوی آنها صدا میکند، ندا میکند که هر کی چی در نزدیک باشد و چی در دور باشد آن را خوب میشنود. و چی میگوید؟ انا الملک، انا الدیان. من پادشاه هستم، من داوری حقیقی هستم. این حدیث رو بخاری روایت کرده است و آن را همچون دلیل استفاده برده است در بیان سخن الله، سخنگوی الله سبحانه و تعالی. و فی بعض الاثار
ابن قدامه می‌فرماید که در بعضی از اثرها ان موسی علیه السلام، اینکه موسی علیه السلام لیلة رأى نارا، یکی از شبها آتش را دید و سخت ترسید، از آن هراس کرد. آنگاه پروردگارش او را ندا زد و گفت ای موسی، یا موسی، ای موسی. موسی علیه السلام زود به شنیدن این صدا آرام شد و پاسخ داد لبیک لبیک، لبیک گفت. صدای تو را شنیدم اما مکان تو را نمی بینم. پس تو در کجا هستی؟ موسی علیه السلام گفته ایستاده است. الله فرمود من بالای تو هستم، در پیش روی تو هستم، در طرف راست و در طرف چپ تو هستم. موسی علیه السلام دانست که این صفتها تنها به الله متعال خاص هستند و گفت، چی گفت؟ ای پروردگاری من، آیا این کلام تو هست؟ آیا این سخن تو هست که من میشنوم، یا کلام سخن فرستنده تو؟ الله در این هنگام فرمود بلکه این کلام من است، این سخن من است ای موسی، نه سخن ملائکه. پس دیگری از صفاتهای الله، شارح شرح دهنده میگوید دیگری از صفاتهای الله این چی بوده است؟ الکلام، سخن گفتن. پس کلام، سخن گفتن، یک از صفات ثابت شده حقیقی الله است که با دلایل قرآن و سنت و اجماع سلف صحابگان کرام اثبات شده است. الله میفرماید و کلم الله موسی تکلیم، الله با موسی سخن کرد. منهم من کلم الله، از آنها کسانی بود که با الله سخن گفتند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، چگونه که روایت ابن خزیمه، ابن جریر و ابن ابی حاتم، اذا اراد الله ان یوحی بامره، هنگامی که الله خواهش وحی کردن را خواست، تکلم بالوحی، با وحی سخن میگوید. از سلف صالح اتفاق نظر دارند که الله سبحانه صفت کلامی الله سبحانه و تعالی ثابت است. بنابراین برای ما ای بندگان الله لازم است که کلام الله سبحانه و تعالی را به تحریف، به تعطیل، به تشبیه، به کیفیت سازی قبول نماییم، ثابت نماییم. کلام الله کلامی حقیقی است، با اراده او وابسته است، از حرفها، از آوازهای شنیده شده عبارت است. چون که الله میفرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا، و وقتی که موسی برای ملاقات با ما آمد، و کلمه ربه، پروردگارش با او سخن گفت. سوره اعراف آیه 140. سخن گفتن پس از آمدن موسی علیه السلام اتفاق افتاد. این دلیل وابستگی آن به اراده الله سبحانه و تعالی. و گروه هایی که مخالف عقیده اهل سنت و الجماعت هستند در مورد کلام الله سبحانه و تعالی، در مورد صفت کلام الله سبحانه و تعالی، دو گروه از اینها است. یکم جهمی ها که اهل سنت را مخالفت نمودند. جهمی ها گفتند کلام از صفات الله است، انکار کردند. از انکار کنندگان معطله ها، بلکه گفتند که کلام الله آفریده شده است، یا در هوا یا در مکان آفریده می شود. و نسبت دادن کلام الله به الله مانند نسبت دادن ناقه الله یا خانه الله هست گفتند این جهمی ها. اما رد به آنها
این نظریه‌ای که آنها گفتن اولا دلیلی ندارن، دوم برخلاف اجماع سلف است. این عقیده از نگاه عقل حتی قابل قبول نیست، چون الله سبحانه و تعالی آیه‌های روشن واضح و احادیث بیان است. زیرا کلام الله صفت متکلم سخنگو از اوست، از او جدا نمی شود. در حالی که موسی علیه السلام کلام الله را شنید که می فرماید اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، واقعا من الله هستم و معبود جز من نیست، پس من را عبادت کنید. پس محال است، ناممکن است که کسی غیر الله این سخن را بگوید. دوم اشعری ها گفتن کلام الله معنای است، یک معنای است که در ذات الله قرار دارد و با اراده الله وابسته نیست و این حرفها و آوازهای شنیده شده یا که شنوا شونده تنها علامت‌های معنای داخلی می باشد. تحریف کردن و رد به آنها این اولا مخالفی کتاب الله و سنت پیامبر و اجماع سلف است و دلیل‌های شرعی نشان می‌دهد کلام الله حقیقی است، شنیده می‌شود. پس این نظریه برخلاف آن چیزی که معلوم است پیش بینی شده است، برای همین مخالف است. و دلیل هایی که کلام الله سبحانه و تعالی عبارت از حرف هاست. الله چی فرمود؟ یا موسی انی انا ربک، ای موسی در حقیقت من پروردگار تو هستم. در سوره طه که انی انا ربک یا موسی انی انا ربک، ای موسی در حقیقت من پروردگار تو هستم. این کلمه ها و از کلمه ها و حرف ها عبارتند که در نتیجه کلام الله سبحانه و تعالی می باشد. و دلیل های آواز بودن کلام الله، صدا بودن کلام الله سبحانه و تعالی می فرماید قول الله سبحانه و تعالی و نادیناه من جانب الطور الایمن، ما او را یعنی که موسی را از طرف راست کوه طور ندا کرده میگوید. و قربناه نجیا، و او را یعنی که موسی را به منزلی یعنی به صحبتگاه خود به صحبتگاه محرمانه نزدیک کردیم. در سوره مریم ندا کردن به آواز که نمی شود. و حدیث عبدالله ابن انس از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمود یحشر الله الخلائق یوم القیامه، که در بالا خوانده ما الله سبحانه و تعالی مخلوقات را در روز قیامت گرد می آورد، جمع می کند. فینادیهم، بر آنها ندا میزند، بر آنها ندا میکند، بصوتین، با صدا، یسمعه، با صدایی که میشنود این صدا را کسی که قریب است و کسی که دور است. گفتم این حدیث بخاری و امامان دیگر هم روایت کرده هستند. پس این عباره، این حدیث پیامبر اشاره بر آن میکند که حدیث مذکور دارای اعتبار بلند دارد و گفتیم امام بخاری این رو دلیل گرفته هستند در صحیح خود. پس کلام الله سبحانه و تعالی حروف است، از حرف ها عبارت است و از آواز، از صدا عبارت است. و کلام الله سبحانه و تعالی قدیم است در نوعش
در نوعش و حادث است در افرادش، در واحد. قدیم در نوع یعنی الله سبحانه و تعالی همیشه متکلم از گوینده است، همیشه گوینده بود و سخن او سبحانه و تعالی هیچگاه آغاز و انجامی نداشته است. کلام الله سبحانه و تعالی هیچگاه آغاز و انجامی نداشته است و حادث در احد، در افراد، که این کلام، این سخنگوی الله وابسته بر اراده الله سبحانه و تعالی می شود. هرگاه بخواهد و هر چی بخواهد، با هر کیفیتی بخواهد، با هر کسی بخواهد سخن میگوید الله سبحانه و تعالی. فهمو؟ بارک الله فیکم. اکنون مؤلف رحمه الله تعالی در اینجا میگه فصل القرآن کلام الله. فصل در بیان اینکه قرآن کلام الله است. قرآن کلام الله است. و من کلام الله سبحانه و تعالی القرآن العظیم. و از سخنان الله متعال این قرآن عظیم است که در بین دستان ما و شماست. آن را شب و روز تلاوت میکنیم. و هو کتاب الله المبین و حبله المتین. و این کتاب روشن الله است و حبل دیگه پایبند ریسمان مستحکم او سبحانه و تعالی است و صراطه المستقیم. و این کتاب راه راست، راه مستقیم است که هر کسی که این کلام الله را خواند به مقتضای آن عمل کرد، البته که سعادتمندی دنیا و آخرت به دست می‌آورد. تنزیل رب العالمین، که این کتاب از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. نزل به روح الامین على قلب سید المرسلین. این کلام الله را روح الامین جبرائیل علیه السلام آن را با دل‌های، با دلی سردار، یعنی که سرور جهان رسول امین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرود آورده است، نازل کرده است. بلسان عربی مبین. این قرآن نازل شده است با زبان عربی مبین، واضح و روشن. نازل شده است، منزل غیر مخلوق، مخلوق نیست. منه بدأ و الیه یعود. از نزد الله این قرآن آغاز شده و به نزد او هم باز میگردد. و هو سور و محکمات. و این قرآن کلام الله سوره های محکم دارد، سوره های محکم دارد و آیات بینات و آیه های روشن دارد و حروف و کلمات و حرف ها و کلمه ها عبارت است. من قرأه و اعربه. اگر هر کس این کلام الله را خواند و درست تلفظ کرد، برای هر حرف آن 10 حسن، 10 ثواب میگیرد. و این کلام الله سبحانه و تعالی قرآن آغاز و انجام دارد، با قسمت ها و بخش ها هم تقسیم شده است. با زبان ها خوانده می شود، در سینه ها، در قلب ها حفظ می گردد و با گوش ها شنیده می شود و در مصحف ها این کلام الله نوشته می شود. که در این قرآن آیه های محکم و متشابه قرار دارد، ناخص و منسوخ قرار دارد. اینکه یک آیه می آید، حکم آن آیت از بین می رود با آیه دیگر، جای وی رو حکم دیگر می گیرد. و آیه های خاص و عام دارد و امر و نهی دارد. الله می فرماید لا یأتیه باطل من بین یدیه ولا من خلفه. باطل نه از پیش آن و نه از پشت آن به آن راه نمی‌یابد. تنزیل من رب الحکیم الحمید. تنزیل
من حکیم حمید، این قرآن نازل شده از جانب حکیم، حکمت آموز و حمید و سرور ستایش است در سوره فصلت. و اینچنین الله میفرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بگو بر این جهانیان بگو اگر تمام انسان ها و جن ها جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند، هرگز مانند اون را لا یأتون بمثله، هرگز مانند اون را آورده نمیتوانند. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر چنین بعضی از آنها با بعض دیگر چیز یا یاری رسانند. سوره اسراء آیه 88. پس قرآن کریم کلام الله متعال است که نازل شده و غیر مخلوق است. این قرآن از جانب الله سبحانه و تعالی آغاز شد و به سوی او برمیگردد. قرآن هم حرفهایش و هم معنایش کلام الله است. و دلیل هایی که قرآن کلام الله است میفرماید الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 6: و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، اگر یکی از این مشرکان از تو پناه خواستند به او پناهندگی ده تا کلام الله را بشنوند. اشاره بر آن میکند حتی یسمع کلام الله، این که حتی کلام الله را بشنوند. قرآن را الله کلام خودش گفت، کلام الله گفت. و دلیل این که قرآن نازل شده است الله میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، پربرکت است آن ذات که فرقان را، قرآن را بر بنده اش بر محمد نازل کرد، فرود آورد. و دلیل اینکه قرآن غیر مخلوق است، مخلوق نیست. الا له الخلق والامر، آگاه باشید الله میفرماید آفرینش و فرمان از جانب او سبحانه و تعالی است. سوره اعراف آیه 54. این آیت فرمان را از آفرینش جدا کرد. الا له الخلق، آفرینش، والامر، سپس امر، فرمان را از آفرینش جدا کرد که قرآن بیانگر آن است که کلام الله است. چنانکه الله میفرماید کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، همین طور ما روح را از فرمان خود بر تو وحی کردیم. و میفرماید ذلک امر الله انزله الیکم، این فرمان الله است که او را بر شما نازل کرد. پس کلام الله سبحانه و تعالی از صفاتهای اوست و صفاتهای الله به هیچ وجه مخلوق نیست. پس قرآن نیز مخلوق نیست. پس دلیل آن که قرآن از جانب الله سبحانه و تعالی آغاز می شود، قرآن به الله سبحانه و تعالی نسبت داده می شود و نسبت داده شده است به او سبحانه و تعالی. و کلام تنها بر کسی نسبت داده می شود، بر کسی منسوب می شود که کلام را آغاز کرده باشد، سخن را آغاز کرده باشد. و دلیل این که قرآن به سوی او سبحانه و تعالی باز میگردد، به سوی او باز میگردد. و در بعضی از اثرها آمده است که انه یرفع من المصاحف و الصدور فی آخر زمان، به درستی که در آخر زمان از مصحف ها از قرآن و سینه ها قرآن برداشته می شود. و در بعضی از آثار صحیح ذکر شده است که در آخر زمان قرآن از دلها و مصحف ها برداشته می شود. این اشاره با بازگشت قرآن به سوی الله سبحانه و تعالی را می نماید که انسان شب قاری قرآن و سحر می‌خواند در سینه‌اش چیزی ندارد. سحر می‌خواند این که قرآن تلاوت نماید دیگر چیزی را از آن پیدا نمی‌کند. و حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مورد صحیح ثابت شده است، چنانکه حدیث حذیفه رضی الله عنه است و فرمودند که و شب با کتاب الله، یعنی با این قرآن کتاب الله عزوجل میرسد و هیچ آیت در آن روز در آن دیگر باقی نمیماند. ابن ماجه تحت رقم 4049 و حکیم
این رو روایت کرده هستند. و حاکم گفت که این حدیث به شرط مسلم صحیح است و گفته ذهبی در این موافقت می‌نماید. و شیخ البانی این حدیث رو در سلسله احادیث صحیح هم تحت رقم 80 صحیح دونستند. پس توضیح بیان در مورد خصوصیت‌های قرآن کریم، خصوصیت‌های قرآن کریم. مؤلف ابن قدامه فرمود که هذا هو کتاب العربی الذي قال فيه الذي كفروا. قرآن کریم کتاب مبارک عربی مبین است که کافران درباره آن گفته اند لن نؤمن بهذا القرآن، هرگز به این قرآن ما ایمان نمی آوریم. و گروه دیگران از آن این قرآن سخن بیشتر ندونستند، تنها یک سخن است. چنانکه الله می‌فرماید این هذا الا قول البشر، گفتند بجز این سخن بشر چیز دیگری نیست. و الله سبحانه و تعالی در پاسخ اینها جواب داده گفت که ساصلیه سقر، من آنها را به دوزخ می‌اندازم، جایگاه آنها را این تکذیب کنندگان و دروغگویان جهنم قرار می‌دهم. و دیگران این قرآن شعر گفتند، اما الله آنها را رد کرده می‌فرماید که و ما علمناه الشعر، ای مردم ما بر این پیامبر شعر را که تعلیم ندادیم، و ما ینبغی له، و بر او این شعر هم نیاز هم ندارد، شایسته نیست که بر این شعر گفته شود. این هو الا ذکر، به درستی که این ذکر است و قرآن مبین، قرآن واضح روشن است. جز ذکر و قرآن چیز دیگری نیست. پس با این رد دعوای شاعر بودن قرآن یک پیامبر صلی الله علیه و سلم و اثبات این که قرآن کتاب روشن و مبین است برای هر کسی که عاقل است، در قلب است دیگر شبهه باقی نمیماند که این قرآن کتاب است که کلمه ها، حرف ها و آیات ها عبارت می باشد. قال عز وجل، الله عز وجل می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر در آنچه که ما بر بنده امان محمد نازل کردیم در شک و شبهه هستید، فأتوا بسورة من مثلی، پس اقلا یک سوره مثل این بیاورید. وادعوا شهداءکم من دون الله، حتی شاهدان خودتون رو به غیر الله بخوانید، فرا بخوانید. کنی یک آیت مثل این بیارید، یک سوره مثل این بیارید. پس این سخن معنا ندارد که الله سبحانه و تعالی با چیزی که معروف نیست یا که فهمیدنش غیر امکان است آنها را در مقابل اون دعوت نماید. واقعا شما این را اگر که این گونه سخن ها میگوید نسبت کلام الله کنی بیارید مثل این یک آیت یک سوره. و قال تعالی، و الله میفرماید و اذا تتلى علیهم آیاتنا، هنگامی که آیه های روشن ما، البینات، آیه های روشن ما بر آنها خوانده شود، قال الذين لا يرجون لقاءنا، آن کسانی که آنهایی که با ملاقات ما امید ندارن، ایمان ندارن، میگویند. چی میگویند؟ با این قرآن ایمان ندارن؟ میگن قرآن غیر این بیاور. یا آن را دیگرگون کن. پس این سخن الله سبحانه و تعالی اثبات میکنه که قرآن همان آیات هایی است که بر ما تلاوت می شود، ما آن را می خوانیم، تلاوت میکنیم. سپس دلیل هایی که حروف و کلمه ها داشتن قرآن را بیان می نماید. این قرآن از حرف و از کلمه ها عبارت هستند، بیان می نماید. قال تعالی، الله می فرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این قرآن آیه های روشن است
در سینه های آنهایی که به آن علم داده می شود جایگیر است. و الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکند، میفرماید انه لقرآن کریم، به درستی که این قرآن کریم است، فی کتاب مکنون، در کتاب نگاه داشته شده است، لا یمسه الا المطهرون، که این قرآن را دست نمیزنند بجز پاکان. در سوره واقعه. و الله میفرماید کاف ها یا عین صاد، در سوره مریم، در آغاز سوره مریم، سوره 29، که الله سبحانه در اینجا با حرفای مقطعه قطع شده مثال می آورد. کاف ها یا عین صاد، بیانگر آن است که قرآن از حرف ها عبارت است، از کلمه ها عبارت است، در حالی که 29 سوره از قرآن با این حرف های مقطعه آغاز شده هستند. پس این آیه های قرآن بیانگر آن است که قرآن کلام الله است و کلام الله از حرف ها و کلمه ها عبارت است. سپس در بیان فضیلت خواندن قرآن، مؤلف در اینجا یک چند احادیث را می آورد اندر بیان فضیلت خواندن قرآن کریم. قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قرأ القرآن فاعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، هر کسی که قرآن را بخواند و آن را به درستی تلاوت نماید، برای هر حرف آن 10 نیکی داده می شود. فله بكل حرف 10 حسنات و من قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنه، و هر کسی که این قرآن با لغزش بخواند، یکی با خطاگی ها ده، برای او یک نیکی، یک حسنه داده می شود. حدیث صحیح. این حدیث طبرانی در اوسط روایت کردند. و از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس قرآن را بخواند و آن را درست تلاوت کند، برای او 10 نیکی داده می شود و کفاره 10 گناهش می گردد و او را 10 درجه بالا می برد. اما علما گفتند که سند این حدیث ضعیف است. سند این حدیث ضعیف است، یعنی صحیح نیست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اقرأوا القرآن، ای مردم شما قرآن را تلاوت نمایید، قرآن را بخوانید، قبل ان یأتی قوم یقیمون حروفه، پیش از آن که قوم‌های بیایند، مردمان بیایند که حروف آن را با دقت بخوانند، که خوب و نیکو از شما آن را تلاوت نمایند، پیش از آن که آنها تلاوت نمایند شما این را بخوانید. قرآن را بخوانید پیش از آن که قوم‌های بیایند که حروف آن را با دقت بخوانند، مانند پرتافتن تیر، مانند پرتافتن تیر، اما آن از گلوهای آنها نمیگذرد. یک تلاوت قرآن از گلوهای آنها نمیگذرد و آنها پاداش خود را با شتاب میطلبند و آن را موقوف نمیگذارند، که وقفش نمیگذارند برای آینده خودشان را. در این دنیا میخوان آن را چیز حاصل آن را به دست بیارند. این حدیث احمد در مسند و ابی داود در سنن از جابر رضی الله عنه روایت کرده هستند. و در مورد فضیلت تلاوت قرآن احادیث زیاد آمدگی است که این جایش نیست. از سهل ابن سعد، از انس بن مالک رضی الله عنهم احادیث زیاد در مسند احمد روایت شده است. بارک الله فیکم.
این است در بیان این موضوعاتی که خواستن امروز در بیان آن صحبت نمایند، در بیان این که الله سبحانه و تعالی از صفاتهای الله سبحانه و تعالی که او سخنگو است، کلامش قدیم است، دلیل های آنها را دلیل های زیادی آوردیم در این مورد از احادیث و آیات کریم و همچنین رد بر این جهمی ها و اشعری ها از این کتاب و همچنین سخن دیگری که در اینجا رفت در بیان فصل قرآن کلام الله است. قرآن کلام الله است، عبارت از حرف ها و کلمه هاست. این رو هم دلیلش رو ذکر نمودیم از آیه های قرآنی و احادیث و سپس بیان توضیح در مورد خصوصیت های قرآن کریم که قرآن با زبان عربی مبین نازل شده است، این رو هم توضیح دادیم و همچنین دلیل ها بر این که کلام الله سبحانه و تعالی قرآن و کلام الله سبحانه و تعالی از حرف ها و کلمه ها عبارت است که این قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است و مخلوق نیست. و در آخر در بیان فضیلت قرآن آن احادیثی که مؤلف در اینجا آورده است آنها را به سمع شمایان خواندیم. در اینجا از این کتاب مبارک، از کتاب لمعة الاعتقاد، درس را به اتمام میرسونیم. اگر که زنده و سلامت باشیم درس دیگه ما در بیان اتفاق مسلمانان یا که همین نقطه را هم بیان نماییم در همینجا، بعد انشاءالله که درس را به این بیتون میرسونیم در بیان رأی صحابه، فکر اندیشه صحابگان و اتفاق مسلمانان. قال ابو بکر و عمر رضی الله عنهما، ابو بکر و عمر رضی الله عنهما هر دو گفتند اعراب القرآن احب الینا من حفظ بعض حروفه. ابو بکر و عمر گفتند که دروس خواندن قرآن برای ما از حفظ بعض حرف آن بهتر است. از حفظ بعض حرف آن برای ما بهتر است. و علما گفتن که علمای حدیث که این حدیث خیلی ضعیف است و این رو انبری در ابتدا وقت و ابتدا ذکر کرده هستند با سند ضعیف. یعنی گفتن که علما که این حدیث میتونه شامل روایت های ضعیف باشد یا شامل روایت های نامعلوم باشد. وقال علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه فرمود که من کفر بحرف منه فقد کفر، هر کسی که با حرف از قرآن کافر شود، با حرف از قرآن کافر شود، فقد کفر به کله، بدرستی که به همه این قرآن کافر شده است. بدرستی که به همه این قرآن کافر شده است. اما اتفاق مسلمانان، اتفق مسلمون على اتفاق مسلمانان با این که قرآن دارای سوره هاست و آیات است و کلمات است و حرف است. ابن قدامه می‌فرماید که مسلمانان بر عدد سوره ها، با عدد سوره ها که 114 سوره عبادت است، با آیه های با اینکه قرآن عبارت از کلمه هاست و عبارت از حرف است اتفاق دارند. بلا خلاف بین المسلمین، همچنین در میان مسلمانان اختلاف نیست. فی ان من جحد من القرآن سورا، اینکه هر کسی که از قرآن سوره را انکار نماید، او آیتن یا که آیه آن را انکار نماید، او کلمتن یا که کلمه آن را انکار نماید، او حرفن یا که حرفی از آن را انکار نماید، آن چیزایی که در آن اتفاق کرده است امت، فهو کافر، پس وی کافر مشرک است. و فی هذا حجة قاطعه على انه حروف، میگه در این یک حجت قطعی است که قرآن از حرف هم عبارت است. پس این خود دلیل قطعی است بر آن که قرآن عبارت از حرف می باشد.
و هیچ اختلاف بین مسلمانان نیست که هر کسی که سوره آن را، آیت آن را، کلمه آن را، حرف آن را که متفق بر آن است، علما اتفاق داشتند، انکار کند، کافر محسوب می شود. پس این نقطه یک دلیل قطعی است که قرآن از حرفها، از کلمه ها، از آیات ها عبارت می باشد. یک کتاب مرتب و آشکار است. پس قرآن حرفها و کلمه هاست. مؤلف رحمه الله تعالی رحمت الله بر او بود، برای این 8 دلیل آورده است. کافران گفتند که این شعر است. کافران گفتند این شعر است. و آن چیزی که حرف و کلمه نباشد شعر شده نمیتواند. همه گفتند نیست؟ آن چیزی که از حرف و کلمه عبارت نباشد و این شعر شده نمیتواند. وحی گفته چی رو میگویند؟ مختصر وحی اون چیزی که از جانب الله سبحانه و تعالی بر پیامبران نازل شده است. تفاوت گوناگونی رو میگویند. وحی از جانب الله نازل شده، چیزی که نازل میشود. پس ما گفتیم رأی صحابه و اتفاق علما که ابوبکر صدیق چی گفتند؟ اعراب القرآن احب الینا من حفظ بعض حروفه. اعراب قرآن محبوب تر است بر ما از حفظ بعضی از حرفهای آن دیده. گرچند که علما این حدیث را ضعیف گفتند، با سند ضعیف این حدیث ذکر شده است. و قال علی رضی الله عنه چی گفت؟ من کفر بحرف منه، اگر هر کسی به حرفی از قرآن کافر شود، فقد کفر به کله، به همه قرآن کافر شده است. اما اتفاق مسلمانان می‌فرماید که اتفاق المسلمون، مسلمانان اتفاق کردن بر چی؟ بر عدد سوره های قرآن، بر عدد آیه های قرآن، بر کلمه های قرآن، بر حروف این که قرآن از حرف عبارت از اتفاق دارند. و می‌فرماید که لا خلاف بین المسلمین، در بین مسلمان هیچ گونه اختلاف نیست فی ان من جحد من القرآن سوران، اگر هر کس که از قرآن سوره را انکار نماید، یا آیاتی را انکار نماید، یا کلمه را انکار نماید، یا حرف را انکار نماید که در آن اتفاق شده است، فهو کافر، پس باید کافر می شود. و می فرماید که در این حجت قطعی است که قرآن از حرف عبارت است. پس این خود دلیل قطعی است که قرآن عبارت از حرف است و هیچ اختلاف بین مسلمانان نیست که هر کسی که سوره، آیت، کلمه، حرفی از آن که در آن اتفاق از انکار نماید کافر نشود. و این نقطه گفتم دلیل قطعی است که قرآن از حرفها، کلمه ها و آیات ها عبارت نباشد. یک کتاب مرتب ترتیب شده آشکار است. پس قرآن حرفها و کلمه هاست، چون یک مؤلف رحمت الله علیه گفتن بر این 8 دلیل آوردن اینکه قرآن از حرفها و کلمه ها عبارت است. 8 دلیل آوردن. یکم کافران گفتن که آن شعر است و شعر گفتیم چی است؟ عبارت از حرفها و کلمه ها است که بعد شعر به شعر تبدیل می شود، شعر می شود. و الله سبحانه و تعالی منکران قرآن را، کسی که قرآن را انکار کرد، با آوردن مانند آن دعوت کرده. اگر آن حرفها و کلمه ها نبود، این دعوت معنا نداشت. خیر همین بودن نیست؟ دعوت الله آنها را که مثل آن بیارید، چون دعوت با چیز ممکن است که معلوم و شناخته شود. و الله سبحانه و تعالی خبر داد که قرآن بر آنها تلاوت می شود. اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که آیه های بینات واضح روشن بر آنها تلاوت کرده شود. قال الذين لا يرجون لقاءنا، میگویند آن کسانی که امیدی بر رحمت ما ندارند، بر روز آخرت ندارند، بر روز آخرت ندارند، امید نداره، میگویند. برای گلوز چت صبر نمایید. برای رمضان درس رو بهتون رسونیم ان شاء الله.
سیلکه را روان کنید برای گذاشت بر رمضان. در بالا رو نظر نمایید. در بالا من سیلکه را روان کرده بودیم، همون روی نقطه گذارید تا که مردم در آیند. بارک الله فیکم. پس بگو و آنچه گفتم قرآن غیر این بیار و این را تغییر ده. الله گفت بگو حق ندارم آن را از جانب خود تغییر دهم. من فقط از آنچه پیروی میکنم که بر من وحی میشود و با پروردگارم اگر نافرمانی کنم عذاب روز قیامت برای من خواهد رسید. پس تنها آن چیز تلاوت می شود که از حرفها و کلمه ها عبارت است. و الله سبحانه و تعالی خبر داد که قرآن در سخنهای در سینه های اهل علم حفظ شده است. قرآن در سینه های اهل علم حفظ شده است و در لوح المحفوظ نیز نوشته شده است. بل هو آیات بینات، بلکه او آیه های بینات واضح و روشن است که فی صدور الذین اوتوا العلم، در قلب های آن کسانی که بر آنها علم داده شد گذاشته می شود. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، و کسی بر این آیه های ما انکار نمیکنه مگر ظالم ها. انه لقرآن کریم، بدوزی این قرآن کریم است. فی کتاب مکنون، در کتاب محفوظ، در لوح المحفوظ نگاه داشته شده است. لا یمسه الا المطهرون، کسی را دست نمیزنه مگر پاکدامنان، مگر پاکان ملائک هستند. و در حدیثی که رسول الله خبر داد من قرأ حرفا من کتاب الله، اگر هر کسی که حرفی از کتاب الله را بخواند فله به حسنه، برای حسنه و پاداش است. و الحسنه بعشر امثالها، وقتا حسنه این پاداش 10 برابر داده می شود. لا اقول، نمیگویم الف لام میم حرف، نمیگویم که الف لام میم حرف است، ولیکن میگویم الف حرف و لام حرف و میم حرف، بلکه میگویم که الف حرف است و لام حرف است و میم حرف است. روایت ترمذی، در سنن ترمذی روایت شده است تحت رقم 2910. و گفته ابوبکر و عمر اعراب قرآن، خواندن قرآن برای من از حفظ بعض حرفای آن مهمتر است. گفتند برای همین حفظ قرآن توصیه داده می شود، ولی که تفکر و تدبر در آن چیز لازم است. تفکر و تدبر در آن چی است؟ لازم است. بارک الله فیکم. و گفته علی رضی الله عنه را خونده ما، هر کس که به حرف از آن کفر ورزد به تمام قرآن کفر ورزده است. و تمام مسلمانان اجماع دارند، چنانکه که مؤلف نقل میکند که هر کس که سوره آن را، آیات آن را، آن را، حرفی از آن را که در مورد اتفاق نظر از بین علما انکار نماید کافر میشود. علیاذ بالله. پس شماره سوره های قرآن 114 هست که 29 تا از این سوره با حرف مقطعه نازل شده است. صحیفه های قرآن، الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را با بسیار صحیفه های بزرگ وصف کرده است و مؤلف آن را برای ما آورده است. الله قرآن را کتاب روشن گفت. قرآن کتاب است که احکام و خبرهای در برگیرنده دارد، یا که احکام و خبرهایی که در بر گرفته شده هستند آنها را به طرز روشن و واضح برای ما بیان میکند. و الله قرآن را ریسمان مستحکم گفت، ریسمان استوار گفت. قرآن پیمان قوی و مستحکم است که الله سبحانه و تعالی آن را برای رسیدن بر او و رسیدن بر حقیقت قرار داده است. و قرآن دارای سوره های مستحکم است، محکم است. سوره های قرآن محکم هستند. یکی در آیه های قرآن، در سوره های قرآن نقص و اختلاف
و تضاد مخالفتی دیده نمی شود و هر کدام مستقل هستند. آیه های قرآن روشن هست. قرآن دارای نشانه های واضح است که به یگانگی الله، کلام صفتش و زیبایی شریعتش دلالت میکند که قرآن دارای آیه های محکم و متشابه است. که در قرآن بعضی از آیه ها محکم هستند، بعضی از آیه ها متشابه هستند. محکم یعنی که آیه هاش روشن واضح است و دیگری از آن متشابه هست که معنای آن نهان از هر کسی او را نمیفهمد و واسطه بر فهم و عقل درک انسان. و محکمیت گفتن در اینجا به معنی روشن از آیه های محکم. که از هر نقص و مخالفت حفظ می شود. و همچنین حق بودن قرآن. قرآن حقیقت مطلق است که باطل از پیش او راه نمی یابد. چنانکه الله می‌فرماید لا یأتیه باطل من بین یدی ولا من خلفه. باطل نه از پیش وی نه از پس وی نمیآید، نمیرسد. تنزیل من رب الحکیم حمید. نازل شده است از جانب آن پروردگار حکیم دانا که سزاوار استایش است. قرآن کریم پاک است از سخنان منکران. قرآن از آن سخنانی که منکران اثبات میدهند نسبت میدهند بر این قرآن، مثل این که میگن شعر است، پاک است. الله میفرماید و ما علمناه شعرا. ما با درستی که پیامبر را شعر را که نآموختیم، بر او شعر تعلیم ندادیم. و ما ینبغی له. و اینم بر او شایسته نیست. این هو الا ذکر و قرآن مبین. به درستی که این ذکر است، یادآوری است و قرآن روشن است. منکران قرآن چنین گفتند فقال این هذا الا سحر یؤثر. گفتن با این جز سحر نیست که تأثیر کننده است. و گفتن این هذا الا قول البشر. و گفتن این جز قول بشر، چیز دیگری نیست، سخن مردم است. و الله سبحانه و تعالی بر آنها چنین پاسخ داد به این منکران سأصلیه سقر. البته که ما جایگاه آنها را جهنم قرار میدهیم. این منکران. و معجزه بودن قرآن کریم یکی از معجزه های بزرگی پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن کریم است. کسی نمیتواند مانند او را بیاورد. الله تهدید کرد مردم تا روز قیامت مثل آن را بیارید، یک سوره مثل آن بیارید. هیچ کسی، همه اگر جمع شوند نتوانستند این را بیارند. حتی تمام اینس جن جمع شوند مثل قرآن را آورده نمیتوانند. الله تهدید کرد همه اینها را. قل بگو بر اینها ای محمد لئن اجتمعت الانس والجن. اگر تمام این انس و جن جمع شوند علی ان یأتوا بمثلی، اینکه مثل قرآن بیارند، مثل هذا القرآن، لا یأتون بمثله، هرگز و هرگز مثل این قرآن آوردن نمیتوانند. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. حتی اگر آنها با یکدیگر یاری برسانند، کمک بکنند، نمیتوانند مثل قرآن بیاورند. بارک الله فیکم. این از راهنمایی قرآن، این از هدایت قرآن. به سوی قرآن رجوع کنید. تنها برای تلاوت آن قرآن فرود آمده است. یکی از خطاگی های بزرگی که امروز در این مصیبت این امت گرفتار شده است، تنها بر تلاوت قرآن اهمیت میدهند و بس. همه رجوع به سوی تلاوت قرآن کریم این خوب است، این مطلوب است، ولی از تو چی طلب می‌نماید؟ آیا اندیشیده ایم؟ راهنمای قرآن کجاست؟ به سوی چی است؟ برای چی قرآن نازل شد؟ سبب از چی است؟ در کلام الله سبحانه و تعالی که ما چگونه که بر او محبت داریم، انا همه گونه بر او تفکر نماییم، تدبر نماییم، اندیشه نماییم.
قرآن رو دستورالعمل حیات خود قرار بدهیم. بارک الله فیکم. در اینجا توقف میکنیم از این کتاب مبارک. اگر که زنده و سلامت باشیم درس دیگر در بیان دیدن مؤمنان پروردگارشون در روز قیامت صحبت میکنیم. در بیان اینکه دیدن مؤمنان پروردگارشون رو در روز قیامت، دیدار پروردگار، از این کتاب مبارک باذن الله تعالی صحبت خواهیم کرد. و در بین شرح این مسئله های دیدن پروردگار در روز آخرت که در اینجا مسئله های است و سخن های است و منکران این کسانی که این کار منمایند و همچنین در بیان قضا و قدر از این کتاب سخن می رود. این رو هم انشاءالله که برای شما اگر زنده باشیم سلامت باشیم این موضوعات رو خواهیم گرفت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه. در این درس رو با اتمام میرسونیم. بارک الله فیکم. اگر کسی سوال داشته باشه مرحمت. اون کسی اگر اون سوالی باشد مرحمت. کی بود کسی بود گفت من ضعیفی در رمضان نمیتوانم، من راستی نتوانستم سخن را درست بخوانم. کسی بود که من نمیتوانم ضعیفی در رمضان، بیا مرحمت کن صدت رو بکشیم گپ زن. مرحمت برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک خطاب واضح کردم فهمیدن از سوال همه کام کردم اگر نمیتونم همه پیش از الله خلق کردن همه چیز این سجین همه چیز مسئله الله در کجا بودگی با قوانین مقصد با حدیث با همه قرآن اگر آمدگی باشه همه موجودین بعد این سوال که الله چی را خلق کرد الله قلمه یا که عرشه. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بدهد و توفیق سخن گفتن را بدهد. و درسته که در بیان آفرینش الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی اول چی را آفریده است، در این مورد سخنان از علما رحمهم الله تعالی ذکر شده هستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که روایت ترمذی و ابی داود است می‌فرماید که اولین چیزی که الله سبحانه و تعالی آفرید قلم بود. الله سپس بر او فرمود، امر کرد بنویس. و قلم در این هنگام گفت چی بنویسم؟ دیدی هر چیزی را که تا روز قیامت هست نوشته می شود. طبق این حدیث اولین چیزی که آفریده شده است از مخلوقات این قلم است. الله سبحانه و تعالی اول قلم را آفرید. و قسمتی از علما گفتند که بر اشاره بعضی از آیه‌های قرآن این است که اولین چیزی که الله آفریده است این عرش است یا آب است، یا عرش است یا آب است. از آفرینش آسمان ها و زمین در این مورد. پس الله اعلم اولین چیزی که الله سبحانه و تعالی آفریده است این قلم است، سپس عرش است و سپس آسمان ها و زمین و تمام موجوداتی که هست آفریده شده است. الله اعلم، الله داناتر است. و سوال نوبتش چی بود؟ دومش چی بود؟ سوال دوم چی بود برادر؟ دوم که مقصد پیش از خلق کردن همه چیز قلم پیش از عرض مقصد الله خود در کجا بودگی مقصد همون که کم که کردم در چه بگم قومش را یه دو سوال شدگی بود در طرف یه دو برادر خیلی مورد سوال میکنم همین هم را در کم که گوزهتر
میفهمیدین اگر باشه شرح بارك الله فيك برادر گرامی. در روایتی که بخاری روایت می‌نماید کان الله ولم یکن الشیء، الله بود و چیزی نبود. که این حدیث رو بخاری روایت می‌نماید الله بود و هیچ چیز دیگری هم نبود. در بیان برادر گرامی ساکت در بیان آفرینش چیز، پیش از آفرینش همه چیز الله بود و هیچ چیز نبود. الله بود و هیچ چیز نبود. این حدیث یک نقطه مهم رو برای ما ذکر می‌نماید. و این نقطه چی است؟ الله سبحانه و تعالی منزه است از جای و از زمین و از هر چیز دیگری. و مفهومی در کجا بودن که سوال شد، مفهومی که در کجا بود الله سبحانه و تعالی، این گونه سوالات تنها برای مخلوقات شایسته است، نه برای الله سبحانه و تعالی. تنها برای مخلوقات شایسته است. زیرا کجا گفتیم این معنای جای رو در بر میگیرد یا که مسافه. فهمو؟ الله سبحانه و تعالی وجود داشت پیش از آن که زمین و مکان و هر چیزی که وجود داشته باشد آفریده شود. و او سبحانه و تعالی بی نیاز است از هر جای، از هر محدودیت، از هر سمت، از هر مسافه. چون هنگامی که ما الله سبحانه و تعالی بر عرش بودنش را، استوا بر عرش بودنش را ذکر می‌نماییم، در اینجا گپ‌های پیدا می‌شود و از اهل بدعت. برای همین الله سبحانه و تعالی بی نیاز است از غیر جای، محدودیت و سمت و مسافه، از هر چیز بی نیاز است الله سبحانه و تعالی. در کجا بود؟ یعنی باید بدانید در کدام مکان بود پیش از آفرینش هر چیزی. این سوال باید چیز کردن نشوند اول. چون الله میفرماید که لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء، مثل مانند او سبحانه و تعالی چیزی نیست. و چگونه که روایت ذکر می‌نمایند کان الله ولم یکن الشیء، الله بود و هیچ چیز دیگری نبود، این رو الله سبحانه و تعالی توسط پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما بیان کرد. انا همین چیزی هست چگونه که ما قول عبدالله ابن مسعود آوردیم، قف حیث وقف القوم، بیست، توقف نما در آنجایی که قوم ایستادن، مردم ایستادن. فهمو؟ و آنچه را که الله سبحانه و تعالی از خود خبر نکرده است ما حق پرسیدن آن را نداریم. فهمو؟ و آنچه را که الله سبحانه و تعالی بر خود اثبات کرده است حق اثبات کردن آن را داریم، بدون تشبیه، بدون تغییر، بدون تکییف و بدون تمثیل، چگونه که بیان کردیم. همین گونه؟ بله. استاد فهمه شد. فهمد استاد جزاک الله خیره. و ایاک بارک الله فیک. همین حدیثی که بیان کردیم، انا همین حدیث برای انسان باید سرنوشت تمام مسائلی که در ذهنش میاد نسبت همین باید جمع بست کرده شد با همین حدیثی شریف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. یگان سوال دیگری هست؟ کسی یگان سوالی دارد؟ اگر سوالی نباشد، الله سبحانه و تعالی برای شمایان برادران و خواهران گرامی جزای خیر دهد که در درس ها اشتراک میکنید. از درس ها امیدوار هستم که بهره میگیرید. الله سبحانه و تعالی کسانی که طلب علم میکنن، علم آموزن، و درسته که الله سبحانه و تعالی شامل رحمت خود آنها را قرار میدهد و آنها را از جمله آن کسانی قرار میدهد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شأن آنها فرمود: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی را که الله سبحانه و تعالی برای آنها خیر بخواهد، برای آنها را فقیه در دین میگرداند. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله آن کسان قرار بدهد. و در حدیث دیگری که رسول الله فرمودند: من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. اگر هر کس که راه علم را انتخاب نماید، الله سبحانه و تعالی راه جنت را برای او آسان میگرداند. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی شما را موفق بگرداند. و جزاکم الله خیرا. خیلی در همین درس را به اتمام میرسانیم. زنده باشیم. درس‌های بعدی انشاءالله از سیرت سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم، نمایش‌های مدینه منوره صلی الله علیه و سلم و همچنین از این کتاب مبارک با همراهی شما یکجا انشاءالله که این درس‌ها را ادامه خواهیم داد. در مسئله دیدار پروردگار مؤمنان، دیدار مؤمنان پروردگار را در روز قیامت که چه خوشبختی و نیکویی است. الله سبحانه و تعالی همه ما را بر دیدار او سبحانه و تعالی مشرف بسازد. بارک الله فیکم. انشاءالله مسئله سوال جواب رو انشاءالله که میبینیم. درباره درس ها با سوال جواب گفته بودیم انشاءالله که یک روز روزهای نزدیک شاید همین رو یک بار بینیم، چون درس ها هم چند از گذشته شبکه یک بار یک جایی با کمک همدیگر درس ها رو سوال جواب میکنیم تا که فراموش نشود. درس ها رو خوب گوش بدهید بإذن الله تعالى. خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.